بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرآن کتاب ماست، در بیداری و خواب ماست، در ظلمت او شهاب ماست، هر جا او رهنمای ماست، هر جا او رهنمای ماست. هر کس قرآن بخواند روحش زنده بماند. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ای اولاد یعقوب علیه السلام، یاد کنید نعمت مرا، التي نعمتی که انعمت انعام کردم علیکم بالای شما، و انی یقینا ما فضلتکم برتری دادم، ترجیح دادم شما را علی العالمین بالای مخلوق همان زمانه. واتقوا، خدا نگاه کنی از عذاب یوما او روزی که لا تجزی نفس که دفع نمیتونه یک نفس عن نفس از نفس دیگه شیئا ای چیزی را، ولا يقبل منها قبول کرده نمی شود از این نفس عدل عوض بدل یا جرمانه، ولا تنفعها نفع نمیده به این نفس شفاعت سفارش کسی دیگه، ولا هم نیست ایطور مردمایی که گناهگار باشه ینصرون امدادشان از کدام جانب کرده شود. و اذ ابتلا قابل یادآوریست در آن وقتی که امتحان کرد ابراهیم علیه السلام ربه، ذاتی که مالک و متصرف اوست، بکلمات با چند کلمه، فاتمهن ده اتمام رسانید، یعنی تکمیل کرد این کلمات ابراهیم علیه السلام. قال الله متعال در انعام می فرماید اینی یقینا ما جاعلک گرداننده استم تو را للناس برای مخلوق، برای بشریت اماما مقتدا، که مردم در روش و ملت دیگه که در مسائل عقیده و اصول تابع تو باشه. قال ابراهیم علیه السلام فرمود و من ذریتی، از اولادیم هم چو کسای را انتخاب به امامت بکو. قال الله متعال می فرماید لا ینال، حاصل نمیکنه یاد نمیرسه عهدی ای پیمان ما، ای لوز و تعهد ما از ظالمین، با کسایی که ظالم هستند، یعنی مشرک هستند یا چیزا را در جای مناسب نمیگذارند. و اذ جعلنا البیت، قابل یادآوریست در آن وقتی که ما گردانیدیم بیت الله را مثابتا، جای بازگشت للناس برای مردم، یا جای ثواب برای مردم، و امنا، جای امن. و اتخذوا، فرمان دادیم که بگیرید جور کنید من مقام ابراهیم، از مقام ابراهیم علیه السلام مصلا، جای عبادت. و عهدنا، حکم محکم کرده بودم، امر تاکیدی کرده بودم الی ابراهیم، به ابراهیم علیه السلام، و اسماعیل، به اسماعیل علیه السلام، ان طهرا، که شما پاک نگاه کنی یا پاک بسازی بیت یک خانه مرا، للطائفین، برای طواف کننده ها، والعاکفین، برای کسانی که مجاور است لازم گرفته بودند این مقام، والرکع، برای رکوع کننده ها، والسجود، برای سجده کننده ها. و اذ قال، قابل یادآوریست در آن وقتی که گفت ابراهیم علیه السلام در دعای خود ربی، ای پروردگار ما، اجعل، بگردان، هذا بلدا، ایر شهر، آمنا، به امن، ورزق اهله، روزی بده، خوراک بده به اهل یا ساکنین این شهر، من الثمرات، از تولیدات، من کسی را آمنه که ایمان آورده منهم از جمعشان، بالله، به الله، و الیوم الاخر، به روز آخرت. قال الله متعال می فرمود و من کفر، کسی که انکارم کرده، فامتعه، نفهمیدم او را، قلیلا، مدت کم، زمانه کم که در دنیاست، ثم اضطره، باز ناچار می سازم او را،
یا به زور میبرم یا میکشانم او را الی عذاب النار، به سوی عذاب آتش. و بئس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است امی آتش. و اذ یرفع، قابل یادآوری سران وقتی که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام القواعد، تهداب یا اساس من البیت، از بیت الله را، و اسماعیل علیه السلام بلند میکرد. در دعای خود میگفتن ربنا، ای پروردگار ما، تقبل منا، از ما قبول بفرما، اینک یقینا تو، انت تو، نکسی دیگه، السمیع، شنونده است فریاد دعای صدای هر کسه، العلیم، تو داناستی به نیت و هدف اراده متن که تابعدار باشه به دل و جان، لکه برای نظام تو، برای شریعت تو. و ارینا، ما را نشان بده، مناسکنا، اعمال حجه، مناسکنا جاهای مناسک حجه، یا مناسکنا طریقی عبادته، و تب علینا، رجوع رحمت کو علینا بالای ما، اینک یقینا تو یا الله، انت تو، نکسی دیگه، التواب، بار بار توبه قبول کننده، الرحیم، و رحم کننده استی. ربنا، ای پروردگار، وابعث فیهم، بفرست، فیهم در بین اولاد ما، رسولا، پیغمبر، منهم که از جنس خودشان باشه، یتلو علیهم آیاتک، که تلاوت کنه بالای اینمی ذریه آیاتک، آیاتای تو را، و یعلمهم الکتاب، تعلیم بده بر ازیا مطلب و مقصد کتابه، والحکمت، گپای دانش اسرار و رازهای ای کتابه، یا والحکمت، حدیث، یعنی حدیث پیغمبره، و یزکیهم، و یارا پاک بسازه، یا یارا رشد بده از نگاه علم و عمل، اینک یقینا تو یا الله، انت تو، نکسی دیگه، العزیز، ذات زبردست و غالب استی که هیچ ارادی تو را کسی منع کرده نمیتونه از نافذ شدن، الحکیم، حکمت والاستی، هیچ امر بدون مصلحت و حکمت نمی کنی. بیان شخصیت بزرگ ابراهیم علیه السلام شروع شده بود. ابراهیم علیه السلام من حیث مقتدا و نمونه که الله معرفی میکنه برای جهانیا، هر طایفه و قوم در تلاش است که من ابراهیمی باشم، و این سخنی است که در فطرت هر کسی نهفته شده. اولین تعلیمی که ما در خردی خود در مساجد شروع کردیم، ملا صاحبا در جمله گپای خیلی خوبی که برای ما گفته بود، اول اطفال در مسجد امی سه گپ بود، بنده کیستی، ولی تشریح نمیکرد که بندگی چی را میگه. همین قدر میگفتین که اونجا الله نمیگفتن، بنده خدا میگفت، بنده الله. با امتی کیستی، یعنی تو پیروی کدام پیغمبر بکنی، خب کلمه امت تشریح نمیکردن. همین قدر میفهمید به امت محمد صلی الله علیه و سلم. باز میگفت به ملت کیستی، این نبیرم برای ما میگفت که ابراهیم خلیل الله، راه و روش ما فقط چیست؟ توحید است. شعار بزرگ ابراهیم علیه السلام توحید است. یکی از جمله شعار این طایفه هایی که داد میزنه که ما مسلمان هستیم که توحید در رأسش نبود، قطعا او ملت ابراهیمی شده نمیتونه. چرا که ابراهیم علیه السلام شخصیتش عالی برای ما برجسته میشه که کدام شخصیت بود و چی چیزه مبارزه کرده، با شرک مبارزه کرده یا نه. دیروز یک کم تشریح براتان کرده. لیکن باز چهارم گپ میگه دوستدار کیستی. باز ما میگفتیم که چاریار با صفا، حالان که دوستدار برای کل مسلمان هستیم، صحابه کرام هستیم، هر مسلمان ما دوست داریم. خو خیر، این چهار سه سخنی بود که ما در خردی در چیز ذهن ما انداخته شده بود. ملت ابراهیم آشنا شدن، شناخت ملت ابراهیم علیه السلام به مفهوم درستش آشنا شدن، این سبب نجات یک انسان از همه خرافات و انحرافات است. افسوس است که این ملت ابراهیم باز در دیگه کتاب تشریح نمیشه. این ملت ابراهیم در کتاب الله تشریح میشه، در قرآن الله تشریح میشه، و قرآن الله در طاقا نهفته شد. گاهی برای ما کسی تشریح نکرد که ما باز میشناختیم که ما ملت ابراهیم هستیم. ملت معنایش چی است؟ امروز شخصیت با مرتبه و عظمت ابراهیم علیه السلام الله متعال برای ما و شما معرفی میکنه. اما خشک نه که الله بگه که ابراهیم علیه السلام یک شخصیت است، بلکه کدام کمالات و کدام امتیازاتی که ابراهیم علیه السلام به دست آورده
یک سلسله امتحانات سپری کرده، مشکلات زندگی را پشت سر گذاشته، تحمل مصائب کرده و بعد از اون نائل به ایتو مقام و منزلت شده که امام جور شده و مردم باید اقتدا پشت از او بکنه. شخصیتی که نه تنها تثبیت و تسکیش در دنیاست بلکه سرلشکر صالحا در آخرت هم است. اونجا برای ما معرفی میکنه. از او خاطر چطور شده میتونه که ما اتر بابا را، اتر بابای واقعی را، اتر بابا را که تسکیش الله متعال میکنه، این بابا را بگذاریم، بابایی که چوپانی کرده، بابایی که چرس زده، بابایی که قمار زده، بابایی که دزدی کرده، بابایی که لا اله الا الله را تلفظش درست نخوانده، بگوییم که ما پیروی بابای خدا میکنیم. چطور به الله جواب میگی؟ امروز مولای ما در سر منبر به مردم میگه دینی بابایتان اعلان کنه. اون مولا صاحب کدام دینی بابا؟ بابای ما دین داشت؟ بیچاره کلمه خدا نداشت. دین خو از بابا واقعی بابای ما ابراهیم علیه السلام است و دین از او دین توحید الله است، دین کتاب الله قرآن کریم است. بعد دنبال از او بریم. کاش که در سر منبر علمای ما کمک تشریح و توضیح دمی مورد بکنه که مردم بفهمه که والا در بین باباها کدام بابا قابل عزیزه که ما دنبالش برویم او امام مقتدای ما باشه. الله برای ما معرفی میکنه کی را؟ شخصیت ابراهیم علیه السلام. بعد ما دنبال از او بریم و بابای اصلی ما اموسته به خاطر ازی که تسکیشه و بیان مرتبه و عظمتش الله متعال برای ما کرده. تا اینجا را برای ما واضح شد. به طور اجمال الله متعال بیان کرد که ابراهیم علیه السلام الله مورد امتحان قرار داد و در امتحان کامیاب شد. الله انعامی که برش داده اینمی انعام است که امام باشه، امام مردم دنبال ازی روان باشه، در نقش قدم ازی روان باشه، ملتی ازی از خود کنه. دیگه کمالات هم داره؟ چرا نداره؟ چرا نداره؟ الله مرکز توحید امروزی را که تا روز قیامت اگر ای بیت الله طواف میشه دنیا آباد است، دنیا ویران نیست. روزی که از ای بیت الله یک نفر طواف نکنه در او وقت میبینی که دنیا ویران میشه. ابراهیم علیه السلام مرکز امن جهانه و مرکز امن بشریته که دنیا امنش استوار به اوسته، آبادیش ابراهیم علیه السلام کرده. امروز امی خانگاهی که از سنگوگل میبینی ای فقط دست نشان کیسته؟ امو شخصیت ممتاز علم بردار توحید الله که در قلب خود به جز از الله به هیچ کسی دیگری تمایل و تعلق نداشته و از هیچ کسی راست نداشته، فقط الله را پرستش میکرد، به الله تسلیم بود و اونو شخصیت نشان دستش باقی مانده. همه ساله مردم میرود در گرد او خانه میگرده. چرا میگرده؟ خانه را پرستش میکنه؟ نه، او الله را پرستش میکنه که خانه را شرافت داده. او حرکت انجام میده که حرکت ابراهیم علیه السلام انجام میده، به خاطر که آواز و صدای توحید در ضمیر ازی باز زنده شود که توحید و صدای آواز توحید از زمین نقطه آغاز پیدا کرده بود و زمانی که صدای توحید در اینجا خاموش شود این دنیا باز نیست. دنیا وقتی خراب میشه که یک کسی الله گوینده و طواف کننده بیت الله پیدا نشود. حالی شما حیثیت و مقام کعبه را میدانید که تا کعبه است و عبادت الله در دور کعبه میشه دنیا قائم، اگر نمیشه دنیا از بین رفتگی. باز در این جهان کسی سکونت کرده نمیتونه، قیامت قائم است. بله، الله متعال مرکزی که بار بار برش رجوع میکنیم مرکز ثواب و امن بر ما جور کرده بود. عالی زمانی که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام در اینجا زندگی میکنه، الله چی فرمان برش میده؟ مسئولیتی از یا چیسته یا چی کاروایی کرده که این قدر قابل قدر است؟ الله متعال زمواری پاکی این مرکز اسلام در دوش اردو شخصیت انداخته. بیت الله را باید پاک کنه، ام ظاهری و ام باطنی. ظاهری ایمانا در ظاهر در بیت الله چیزی که سبب آلودگی میشه ای باید نباشه. الله متعال او مرکز طوری جور کرده، الله اینطور عمله را برش مقرر کرده. شما کسایی که بیت الله را میشه دقه به دقه قالینایش میورداره، یک چیزی که میفته دیده 100 نفر میرسه، یک گروپ شریط انداخته میشه، دیستی جمع میشه، دیستی شامپو زده میشه، دیستی غسل داده میشه و پس جای پاک میشه. الله چطور انتظام کرده؟ دنیا باید
صداقت قرآن کریم تصدیق کنه که قرآن کدام کلامه میگه، قرآن کریم کدام کتاب است. یکی از جمله معجزات قرآن کریم، اعجاز قرآن است که از چیزی خبر میده او واقعیت داره، او ثبوت داره. از او خاطر الله متعال او دو مرکز پاک ساخته. از چی چیز؟ از لوث امی آلودگی های ظاهری. از او خاطر انشاءالله فضایی که خیلی زیاد انسان دیش تازه و تازگی و تراوت حاصل میکنه و بسیار خوشحال میباشه. کدام فضاست؟ کسایی که الله نصیبش حج و عمره کرده، برای از معلوم میشه که کدام فضا خیلی زیبا فضاست. خود به خود احساس میکنی اونجا که الله متعال فضا را چه قسم پاک کرده، آلودگی باطنی وجود نداره. او مرکز الله مرکز توحید ساخته. در عربستان شاید هر گناه دیگری موجود باشه، زنا، دزدی، قمار، شراب، عیاشی، فحاشی شاید باشه، اگرچه علنا و قدر دیده نمیشه. نظر به یک حکمت ظاهری که وجود داره برای عملی کردن حدود الله، امو برکتش قدر است که امی گناه هم کم است، اما یک گناهش دیده نمیشه، او گناه شرک است. او گناه شرک است. او مقامات متبرک، او مقامات مقدس باید آنقدر شرک صورت میگرفت که هیچ حد نمی داشت. الله پاک کرده ان طهر بیتی للطائفین. از روزگار اول ابراهیم علیه السلام اطور نقشه گذاشته برای اولاده و ذریه خود که در اینجا شرک نمیشه. چیزی که کار مفضی به شرک میشه اینجا نمیشه. یک قبر به نام موهوم سخی صاحب ما در مزار داریم. اولین مرکز شرک در افغانستان مزار است. به هزاران مردم که در شرک مبتلا شده به خاطر زیارت مزار است. دیگه هر جایی که به نام زیارت است حتما یک نمونه بگه مبتلا شدن مردم در شرک است. هیچ کسی را انکار کرده نمیتونه، هیچ کسی انکار کرده نمیتونه. خب الله او مرکز نگاه کرده. قرآن ببینی صداقتشه، قرآن ببینی راستگوییشه که الله متعال چه قسم بیان میکنه. و مسئولیت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام است که همچون مراکز مقدسه که در اونجا تعلیم توحید میشه، باید عقیده توحید آموخته شود، مردم عملا بدانه که مقام توحید است. افسوس است ما در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم، خود ما مرکز شرک آباد میکنیم. حکمت و قوت از او پیروی و او را پاسداری میکنه. جنده چوبی بگوی چوبی چیناری وردکه یا بامیانه بالا کو یک رختی چینایی را در سرش بسته کو، او قابل قدر باشه. باز بعد از او مردم الله اکبر چیغ بزنه، بعد از او را بوسه کنه، بعد از او برش استاد شوه. از این که در شرک بزرگ دیگری هست، بده محکمه برما، حج و اوقاف برما یک سند بده که در دین است یا در مذهب حنفی است. باز او را در روز نوروز، در روز عید مجوسیا تجلیل کوی روزه، قدر بده، قوت بده. خدا مسلمان و به ملت ابراهیم خلیل الله میگیری، دروغ میگی، کاذب هستی. ملت ابراهیم همچو شرکار از بین میبره و تو ایجاد کرده رایستی. دعوا خو نیست. این سردمدارا باز میگه ما پابندی دین مقدس اسلام هستیم. دروغ چرا میگی؟ نفاق میشه. امی موضوع را یک ملا برات فتوا داده؟ کدام ملا برات فتوا داده؟ چرا محو نمیکنی؟ نه آلی شما امیش میگه این ارگان بند کردن جنایی است. این جنایی چی کار داره؟ جنایی چی مقصدش است؟ چی را بند کنه؟ فحاشی را ما میبینیم، شراب نوشی را میبینیم، عیاشی را میبینیم، دزدی را به چشم سر میبینیم، کیسه بوری را میبینیم، نشر اشاعت انجیل را میبینیم، نصرانیت را میبینیم، یهودیت را میبینیم، شرک را میبینیم. کجاست؟ جنایت شما چی را میگه؟ جنایت فقط در سر منبر الله اگر گپی جهاد گفتید این جنایت است. سرنوال صاحب پیش تو امید دوسیه این جنایت گفته میتونی تو را به الله قسم چه قسم تحقیق میکنی؟ جناب سرنوال صاحب چه رقم تحقیق میکنی؟ کجاست؟ ببینیم که ما ابراهیمی هستیم یا نه، در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم یا نه. و عهدنا الی ابراهیم، الله نمیگه و امرنا الی ابراهیم، امر کردیم، و عهدنا لوز گرفتیم، تاکیدی حکم کردیم، پیمان از پیشش گرفتیم، وظیفه خود جور کو، مسئولیتی است. و عهدنا حکم تاکیدی کردیم الی ابراهیم، به ابراهیم علیه السلام،
و اسماعیل به اسماعیل علیه السلام برشان تاکید کردیم، لوز از پیششان گرفتیم، تعهد از پیششان گرفتیم، ان طهر بیتی، خانه مرا، جایگاهی که اونجا عبادت من میشه او را پاک بسازی، ام از آلودگی ظاهری ام از آلودگی معنوی. اونجا شرک و خرافات و انحرافات نباشه، این الگو باشه، نمونه باشه، ملت ها از این درس بگیره. خانه پرستش میشه یا الله پرستش میشه؟ الله پرستش میشه، الله پرستش میشه. بیت الله طواف کردن ای الله فرمان داده، الله که فرمان نمیداد هیچ چیزی نبود. سنگ حجر اسود بوسه میشه، دست مانده میشه. عمر رضی الله عنه برش استاد شد، مقابل درس میده و صحابه. یک آدمی نافهم از یک تصور غلط پیدا نکنه که مردم این سنگ این قدر بوسه و دست میمانه مالک و نفع و ضرر است. چی گفت؟ ای والله انی اعلم انک حجر، قسم بالله من میدانم که تو چیستی؟ سنگ استی، لا تضر ولا تنفع، نه ضرر رسانده میتونی و نه نفع رسانده نمیتونی. ولولا انی رأیت رسول الله قبلک ما قبلتک، اگر نمیدیدم که رسول الله تو را بوسه کرده تو را بوسه نمیکردم. از او خاطر شریعت حدود داره. سنگ حجر اسود ام لمس میشه ام بوسه، در صورتی که برای تو فرصت موجود باشه. تیله تنگو نیست. این کارای تیله تنگو را که اینجا شما از حجاج مشاهده میکنی، این کارای جهال است. او مردمای هستند که هیچ بصیرت در دین نداره، وگرنه خدا در ازدحام انداختن، یک آدم دیگر را شانه را چسباندن، آزار و اذیت دادن قطعا نیست. در دین عادی رفتار بکن. هر کس در رون خود رفته بر عادی دست خدا میزنه بوسه کرده، در قطار دیگه خدا میکشی، دیگه نفر نزدیک کده میروه. ولی با تأسف، این تأسف به خاطر میکنیم ایره مردم عربستان نمیکنه. این جهالی که از بیرون میاد عالمش ایره یاجی را تعلیم نداده. معلمین قطع حجاج میره، معلمین خود تلاش میکنه می کارا را میکنه. چرا؟ حقیقت مفهوم دین نفهمیده که دین چی را میگه، در حج کدام کار میشه. ما میگیم معلمین، کجا معلمین؟ حجاج میبره همو رقم پس میاره اینجا. یک بصیرت در کلی حاجی صاحب نمی باشه. حاجی صاحب معلم داره، پس که بیا باز همینطور که شوفش جور میکنه که 20 دانه موتر در روش بره، 100 دانه گل در گردنش انداخته شود، عروس هندو از پیشش جور میکنه، در دم خانهش در پایش مال حلال کنه. کدامش؟ دین نیست، تعلیم دین نیست، مفهوم دین وجود نداره. ما اول کدام درد بنالیم، کدام خلا را پر کنیم، از کدام ناحیه شکایت کنیم. عبادات ما مملو از خرافات، عبادات ما مملو از شرکیات، عبادات ما مملو از چی است؟ نعوذ بالله معصیت و نافرمانی، ریا و سمعت و شهرت طلبی. حقیقت دین بالکل محو میشه. بیایی که ابراهیم علیه السلام بیت الله را جور میکنه، چی میکنه؟ الله اکبر. این قرآن کریم درس است بر ما، تعلیم است بر ما، چه قسم دینی خدا عملی کنیم، چه قسم دین پیش ببریم. بیا ان طهر بیتی، پاک کنی اردویتان ای بیت الله مرا للطائفین. حجر اسود لمس میشد بوسه. رکن یمانی جانب راستی وقتی که آدم در چی استاد میشه در طرف سنگ حجر اسود، امو رکنش که روی بروی حجر اسود است او را رکن یمانی میگه. او تنها لمس میشه، بوسه کردن نامده. اگر تو بوسه کردی از دین تجاوز کردی، از دین تجاوز کردی. دین نام تابعداری است، تابعداری. دیگه دیواری کعبه بوسه کردن لمس کردن نامده، ولی مردم حتی حتیم بوسه کرده رو ایسته و پنجرای بگوی قبرها را که مردم در اینجا بوسه میکنن. پنجره قبر چی اهمیت داره، چی حیثیت داره که تو بوسه کرده رو ایستی؟ مسلمان این کتاب الله را نمیشناسه. خو این کتاب الله را اگر بشینا میشناخت، آلی تو در سری قبرها پنجره را بوسه نمی کردی. این کدام حیثیت نداره که یه حیثیت برش داده. بیت الله فقط سنگ حجر اسود قابل بوسه و لمس است، اورام در مقامی که ازدحام نباشه، به طور عادی بروی. اگر ازدحام بود خدا آزار و اذیت نده، دور توافی تبکو، عبادت تبکو، از الله طلب بکو.
که 1 میلیون دفعه او را بوسه کنی که تو عقیده صحیح نداشته باشی عمل درست نمیری در جنت. ایره بفهمی 1 میلیون. جای ما از اینجا چیسته برای کفن خود اونجا رخت سفید ده دیوالی چی مالیده ده آبی زمزم اینجا آورده ما کم کرده که این چیزا به خود آورده. حاجی صاحب اینجا شرک کرده به الله قسم. 1 میلیون سال در داخلی کعبه تیر که عبادت کو که یک دفعه گفتی که الله شریک داره و کار شرکی کردی بوی جنت سرت حرام میشه. خبرداری یا نه؟ تو در کدام فکر هستی؟ آن چیزی حقیقت عبادت سوره فراموش کردی پشت شکلیات میدوی. پشت شکلیات ندو. ملا صاحب تسبیح میده ایره در چی زدیم؟ در خانه کعبه زدیم. ملا صاحب قدر اوقی میشه که در بین دیگران مرا تسبیح داده که در دیوار کعبه زده. چی شده؟ این خالی شمار کردن است. دوره خور همین قدرم نمیفهمی. این دین است. ایره دین میگه ان طهر بیته للطائفین والعاکفین و رکع السجود. 3 قسم عبادت کننده اونجا می باشه و 3 قسم عبادت است. یک قسم عبادت مخصوص است که اول ذکر میکنه للطائفین. قرآن برای ما میگه ارسیش عبادت است. طواف عبادت، اعتکاف عبادت، نماز عبادت. عبادت مخصوص الله متعال است. اگر این عبادت غیر از ایجاد دیگه جای میشه شرک است. اگر در روزه سخی میکنی، اگر در شاید شمشیره میکنی، اگر در تمیم انصار میکنی، اگر در چلگزی بابا میکنی، اگر در گلبزی بابا میکنی، هر جایی که طواف میکنی این شرک است و جز از بیت الله. الله فقط بیت الله را امر کرده طواف. چند طواف؟ از زفت اضافه نمیتونی. 7 گردش برات است خیر و خلاص. 8م نمیتونی. اجازه برات تا 7 شده خیر و خلاص. الله برات فرمان داده. بهترین عبادت اونجا مردم ما که میره سری خدا پوستش چپا میکنه. پس که میاد 100 عمره کردم 200 عمره کردم. بچه کاکا کی برات گفته بود؟ اگر این 2 3 4 5 عمره کردن ثواب زیاد میداشت، عبادت خیلی خوب میبود، رسول الله میکرد، بعد از او صحابه کرام میکرد. جناب محترم رسول الله و صحابه 2 3 عمره نکرده، طواف کرده، موقع پیدا کرده طواف کرده، عبادت کرده، نفل خوانده، اونجا نشسته، خلوت کرده، با الله خود تعلق خود جور کرده. میروی یک از دروغ تا مسجد تنعیم پس می سری تا تراش کردی او 1 ساعتی تام در حرم تیر نشد، کل ساتار آمدی دا امارت خو کده رایی بودی. میگه زله شده، ناحق خود زله کردی، از عبادت الله خود ماندی، گریانی تماندی، التجای تماندی. یه از نافامی میشه. نافامی دین نمیفهمه مردم یا نه. عمره روان استم، در عمره قطما روان بود، لبیک اللهم لبیک یاد نداشت. چی میکنی که تو عمره میکنی؟ بچه کاکا دین بفهمون. اول عبادت طواف است در هر جای، ولو که قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه طواف بکنی شرک است. چی است؟ قبر رسول الله، شخصیت بزرگوار، طواف در قبر پیغمبر شرک است. در دیگه جای چطور نیست. این یالی اندازه بکنه. این ملاهایی که همیشه توسل اجازه میده، این ملت که در شرک مبتلا کرده در هر قبر که به نام زیارت مشهور شده، مردم در گردش میله کرده و طواف کرده رویسته. این شرک است یا نیست؟ طواف عبادت است. للطائفین برای گردش کننده ها، والعاکفین برای مجاورین، لازم دانستنی ها خدا در سکونت از او. عکوف میگه یک چیز لازم بگیرید اونجا. اصل عکوف گفت میگم همینطور حلقه را بطاره که و پرستش میکرد مجاورا و همینجا افتاده میبودن. آلیم مسجد ما خادم پیدا نمیکنه، 5000 افغانی دما هم میدیم لیکن خادم پیدا نمیشه که یک جارو بزنه. مسجد الله را، عبادتگاهی که الله است، که احب البلاد الی الله است، احب البلاد الی الله است. او مسجدی که رسول الله صلی الله علیه وسلم خنده میکنه، خوشحال است. گفت من در اعمال نیک امت خود دیدم که حتی القضاة، یعنی یک خاشاک که در مسجد افتاد امور کسی میکشه، در اعمال نیک امت خود اورم دیدم که در روز قیامت در جمله اعمال نیک میآید. تا این اندازه ترغیب داده شده. ولی خدمتگار مسجد با پول پیدا نمیشه، اما در زیارت خیتکته و برودکته و بگوی 10 نفر اونجا پیدا میشه. چرا پیدا میشه؟ شکار میشه اونجا، زن موجه است، خوراک موجه است.
مال موج است، گوشت موج است، خوردن موج است. قبر نگاه میکنه. بری امیالی قلای مراد بک پایین شوید می چقوری ای بخوندی را که مردم اینقدر سبز کرده و که لطا چسبانده و که اینجا بوری که یک خیکتا نشسته می باشه از دروغ حکایتا و قصه ها را برات میگه. این مسلمان چیه؟ امی عقلشان کجا رفته؟ امی بصیرتشان کجا رفته؟ یوم در روز قیامت پشت سر ازیم تو قرآن ختم کو که آدم مسلمان بود. این خود یک روز در قرآن ننشست که میفهمید. اینجا جفا با کتاب الله، کل عمر قرآن در تاق ماندی، یک روز در درس قرآن ننشستی، میری خدمتی مجاوره کرده رویستی. به او طور مردم باز زنا باز خورویگیر خو نیست. تو میگی پدریش است، این شوهرش است، همه چیز برش حلال است، همه. اگر او در جایش دست میزنه برش جایز است. برای که این سندن مستند اگه این مرکزها برای زنا نبود، در چی که میگه اولین زنایی که شده در سخی صاحب شده. اولین مرکز زنا در سخی صاحب بود. همین حالی هم است. همین اولین جاهای ملاقات فساد مراکز چی هست؟ به نام بزرگا و مراکز زیارت هست. قرآن چی میگه؟ طواف در کجا میشه؟ گنبت از کجا پیدا کردی؟ تمیز این قبر از کجا شد؟ این قبر فلانی خان است. بده سندی تا کافر مرده یا مؤمن، اول همین سند برام بده. تو همین امتیاز از کجا پیدا کردی که از این قبر تو ممتاز کردی؟ خانه بلند و گنبتی بلند سرش جور کرده، بیرق سرش بالا کرده. بده سندیشه که مسلمان وفات کرده یا کافر. دادا میتونی؟ از کجا پیدا کردی؟ اینقدر صحابه کرام که خونی خود داد، عمر خود فدای دین کرد، نه قبرایش گنبت داره نه قبرایش جنده داره، هیچ جای. از تو که به نام بابایت است کلمه خود نمیفهمید، وفات کرده، او علی ارم سراها را جور کرده، کوها را دوره بزنه، ای صاحب فلانی باباست، خلاص. کدام اسلام است؟ کدام دین گفته ای را؟ و رکع السجود، پاک نگاه کنی مقامه برای رکوع کننده ها و سجده کننده. الله این مرکز برای عبادت پیدا کرده. در روز قیامت یک ثانیه هم بی عبادت نیست. یک ثانیه امین محل حرم یک ثانیه هم بی عبادت نیست. یا معتکف است، یا طواف کننده است، یا نماز خواننده است. حتما است. یک ثانیه هم بیکار نیست. در کل عمر، در کل ساعتهای سال عبادت الله متعال صورت میگیره. طواف عبادت شد. خب فقط در بیت الله، در یک جای دیگری نه. در جای دیگری طواف عبادت نیست، شرک است. هر جایی که باشه. میفهمیم؟ ملت خدا آگاه کردیم. در پاکستان در یک زیارت قصیش هم براتان کردم. ملنگ 40 دانه بز داشت. در گردی چای مسجد چرس کاریده بود. اتاق او طرف مقبره بود، درختای کیکر میگه خار داره، تریشان میسوزه خیلی خوب. در طرف شو برق از مسجد تیر کرده بود، اتاق چرس میزدن. این عبادت بود. یک خواهر رفته بود در زیارت، پس که آمد از پیش سوال کردم که ملنگ تو را چی هدایت داد دوجه که تو رفتی؟ نو رفته بودم من دیگه، نو رفتم در مسجد. و مرا گفت که استاد جی ما تا یو ویلی چه او زلدل تا وگرزه در دی قبر شو خاطر 7 مرتبه میگه مر اینجا رسید در گرد قبر چی کرده؟ خد نوری صدر بانده وکړه وای دا شمع را تا داغ کړه، شمع داغ کرده که ایره در بینید بگی ای چلا میفهمه که روی لوچ شوه، جاغه لوچ شوه، او ای شمع خودشی طور نزدیک بگیره. خو خیرت است جن دارم، چی میکنی؟ چوباره در قدی چی؟ بگوی انگشتایش بده پچک کو که او خب ملاق بزنه، خبرداری نه که ملاق بزنه که هر جایش معلوم شوه. او ببینه این ملنگایی این کدام گپ است؟ این مردم عقلی خود کجا حکم کرده؟ چرا اینقدر دیوانه شده؟ زنا را روان کرده در زیارت ها میبره، اولادش نمیشه،
اولادش نمیشه. اینطور زناست ولاگه امی قدر چوکم داشته باشه ولاگه ترس داشته باشه صرف به بی خاطر چکرها میزنه امی کارا را میکنه. می کارا را بکنه. این دین است. ما میگیم قرآن در تاق مانده شده و علما مسئولیت داره. مسئولیت داره. مردم کلی عمره در شرک تیر میکنه. کلی عمره. چرا توضیح نمیده تشریح نمیکنه؟ کتاب الله برای چیست؟ طواف عبادت است. غیر از بیت الله در هر جای شرک است. در هر جایی که بکنی. والعاکفین اعتکاف کنین دا ایره کمی تشریح کنم که نه. ده شب اخیر آمده رایست الحمدلله. الله بخیر بیاره که ما بهره‌ورداری کرده بتاریم. 10 شب اخیر. 10 شب اخیر است. از امروز شما از این امروز که 17 است ان شاء الله. 17 است؟ 17 است. از این روز تصمیم بگیره کل سوداهای ایدیتان پوره کنه که در 10 شب ضرورت به بازار رفتن پیدا نکنه. ضرورت به مشغولیت و مصروفیت پیدا نکنه. از این روز همه چیزایتان تکمیل کنه. 10 شب اخیری رمضان مبارک اختصاص بده به قطع تعلق و روابط از همه مشاغل دنیا مصروفیت های دنیا به یک الله متعال. خاندان باید اینمی قسم بکنه. صحابه رسول الله دین روز ما گفتیم انشالله CD میکشه از هر 3 جمعه را امروز سوره فاتحه باید در DVD پر کنه قبل از 20 باید توزیع شود. کامرامین میگیم که اگر این کار نکرد مجبور هستیم که همینجا چندواری کنیم شه. به خاطر که کلی گپا تیر شه باز که برای ما بکشه چی فایده ماست. رسول الله با اون مصروفیت خود که یک لحظش بیکار نیست. یک لحظش به عبادت نیست. یک لحظش به تعلیم تربیه، موضوع جهاد، فکر و اندیشه جهاد، امور مردم، مشاکل حل کردن مشاکل مردم. امی قدر. لیکن وقتی که 10 شب رمضان آخر میرسه برای خود اجرت جور میکنه، برای خود خیمه میزنه در مسجد نبوی. تنانه ازواج مطهرات در پالویش درس میده به امت. نیاز داریم به قطع تعلق از مشاغل دنیا. ما را بیخی مغرور کرد دنیا، ما را بیخی غافل کرد دنیا، ما را بیخی منحرف کرد دنیا. احساس نداریم که آینده داریم یا نه، آخرت داریم یا نه. مدینه روز گفتیم در مسجد میشینی گروپ برات چالان است، زیرت قالین است، روشنی برات است، کلکین باز است، به اختیار خود از دروازه برآمده میتونی. کل گپا تو یک احساس بکو که چی میکنی. اونجا که تنها شدی یک دفعه بگو که یک روز اینمی قسم قطع تعلق از کل اولاد و قوم اما مردم میکنم و قطمه ترموز چای دسترخوان ای رفت آمدی اقاربم نمی باشه 2 دانه چادر سفید دور داده میشم و در یک تاریکی مانده میشم. دروازه بند میشه، یک خروار خاک انداخته میشه. چی چیزم رایم است. یه عمر سابقی خدا ببینم چی کردیم. یه اولاد ایکی زدم، ایکی دویدم، ایکی نه روز بود نه شو بود، مانده زله تکه کی را خوش کردم کی را خوش نکردم. اولی کدام طرف روان استم، چی چیزم رایم است. چقدر موقع و فرصت نصیحت گیری است که انسان زندگی آینده خدا چه قسم تقسیم اوقات جور کنه. موقع است که یقینا درک میکنی بعد از میدانی که این دنیا دویدن چقدر به دردت خورده بود. داریم تصمیم همیطور کردیم. شما باور به الله متعال بکنه آدم گریان میکنه. در مناطق افغانستان در مساجد معتکف توسط پیسه خریده میشه. او را هم جوان خونه میبینی غیر ریش سفید خیلی ضعیف بیچاره، پول مردم برش جمع میکنه، او را وادار به این میسازه که تو بیشی. چرا بیشی؟ والا اعتکاف سنت کفایی هم یکی که بیشینه گردن دیگه ما خلاص میشه. فقه ما اینی که خدمت کرده برای ما. خوب فهمیده؟ فقه ما اینی قدر خدمت کرده که گفته اعتکاف سنت کفایی است. خود چی فایده کرد؟ فایده شکت که یک ری سفید چیست خلاص دیگه مردم آزاد بگرده. خیر و خلاص. اورام به پول پیسه بشینه. این خدمت چی بود؟ فقه ما بود. فقه ما بسیار خدمت ها کرده. میگه قومه و جلسه سنت است. وقتی که سر یک حکم شرعی نام سنت ماندی
یا سنت چی مانا؟ بگه یعنی هیچ، یعنی پروا نداره خلاص. از همون خاطر است که مردم ما که دمی رکوع بالا نمیشه، پس در سجده او زده رفته رایسته، دمی رکوع کمی نمیره، این قدر ورخطاست که پس همینطور بالا میشه زودی کده. نماز خوب کسی خوب است که او خیلی با چالاکی درب و درب بتانه، درب و دربش ایجاد با چالاکی باشه. این خدمت فقه ماست، به خاطر که او سنت معرفی کرده. اگر فرض معرفی میکرد مردم خوب قومه را درست میکرد، آرام استاده میشد، با تمهال پایین میشد. لیکن این خدمت ها میشه. ما نمیگیم کلی کارهای فقه درست است، اینطور کارها در فقه هسته که بس اوقات بسیار گپای خراب میشه. ما از خاطر میگیم که کلی فقه را تایید نمیکنیم. فقه که مستنبط از قرآن و حدیث، موافق قرآن و حدیث باشه. بره در دهاتا خودتان خبر داره معتکف خریده میشه، پول برش جمع میشه به خاطر اعتکاف. الحمدلله در کمپنی ما مسجد داریم، از دستی که مراجعین و مردم زیاد میگه ما حد گذاشتیم، اجازه نمیدیم، میگیم جای نداریم دیگه، گنجایش نداریم. کلش طبقه جوان، کلش طبقه جوان. امسال الحمدلله 40 نفر برنامه تربیتی داریم. فرمه را پر میکنه، اعتکافی به دل خود نمی باشه که موبایل بازی بکنه و جرو بحثا بکنه. ما کمل زیر یک تربیت، شب خواب نداره، روز برنامه داره، برنامه خوابش همش تقسیم شده، تنظیم شده. ان شاء الله جوانایی که باز قصد و اراده داره اونجا مراجعه کنه، فرما را پر کنه، کتاب 20 خدا در اونجا ثبت نام بکنه. بهترین فرصت است، بهترین فرصت است که آدم تعامل بکنه. چرا نباشه؟ در مسجد الله برو، در عبادت الله، در 10 شب اخیر رمضان خامخا لیلة القدر است. دین روز ما گفتیم، دین روز و CD را باز ان شاء الله بشنوی. گرچه سخت گفتیم، با بسیار غضب گفتیم، غضب به خاطر گفتیم، به خاطر گفتیم دین روز ما گفتیم 50 اقارب دروسی کرده دمی هتل ممتاز محل، 50 نفر بچای کاکا، بچای ماما، بچای عمه، بچای خاله عروسی کرده. 50 شب تا 3 بجه را اینجا رقص کرده ای، با فرهاد دریا و فیروز قندوزی نشسته ای، قیام اللیل کرده ای. فهمیده ای یا نه؟ یک شب به خاطر الله و اللهی که تو را پیدا کرده، یک شب به خاطر الله، او شبی که برابر 1000 ماه عبادت است. و ما دین روز براتان گفتم انا انزلناه فی لیلة القدر. در اینجا بیان مرتبه شب قدر نیست که تو میگی شب قدر، اینجا بیان مرتبه این قرآنی است که تو امروز برش نشسته استی. خبرداری نه؟ تو از این کتابی که امروز برش نشسته استی آگاه شو که کتاب کدام کتاب است. از برکتی کتاب، از شرافتی کتاب این شب شده. این شب که کدام کرامت حاصل کرده، مقام و منزلت حاصل کرده، این از برکت نزول این کتاب الله. رمضان که مبارک شده به خاطر نزول در این ماه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. اصل عظمت و بزرگی از قرآن است. او برادر خواهرم، این صبح 5 بجه آمدنی تا عادی فکر نکو، این رموتور لاوبالی فکر نکو. با کتاب الله یک لحظه نشستن، یک لحظه رابطه و تعلق پیدا کردن، این را بدانی که اج پر نمیشه. این شرافتی که یک شب عبادت برابر 1000 ماه عبادت میشه، از اینمی قرآن حاصل شده، به او شب حاصل شده. کسی که کل زندگی و عمر خدا با کتاب الله تیر کنه، او چی شرافت پیدا میکنه، او چی عزت پیدا میکنه. حالی شما اندازه کنی، اگر تو کل زندگی تا در زیر سایه قانونی الله متعال تیر کردی و تیر وقتی میتونی که قرآن بفهمی، تیر وقتی میتونی که قرآن بفهمی. بعد از خیر تو کدام شخصیت جور میشی؟ در قیامت در جنت الله برات میگه بخوان قرآن. هر آیه که تو میخوانی یک درجه چی میشه؟ بالا شده میروه، بالا شده میروه. 6236 آیت، 6236 آیت. در هر آیت از این تو یک درجه بالا میشی. امروز اگر ما در کابل یک بیلدینگ داشته باشیم که 30 طبقه‌ای باشه، از کلگی کده بالاستیم، از کلگی کده بالاستیم.
شمار کوه بنده غافل 6236 منزله. اگر به قرآن عمل کرده بودی اونو منزله تو در فکر بگی که تا اونجا بالا میشی. قرآن و کتابی است خود که تو را در اون مقام و منزلت بالا میکنه. میفهمی نمیفهمی؟ این شب که قدر پیدا کرده از دست قرآن پیدا کرده. ولی افسوس که ما قرآن نشناختیم، منزلت قرآن نشناختیم، قدر قرآن نشناختیم. چرا نشناختیم؟ ما چرا میگم که نشناختیم؟ خب ما هر روز تعظیم میکنیم، پوشا برش میکنیم، بوسه میکنیم. شناخت قرآن ایست که ما ایره بگه ضابطه حیات و زندگی خود جور کنیم، قانون زندگی خود. حرکت ما فقط به دستور قرآن، در احاطه قرآن، در احاطه قوانین قرآن باشه. اینی را مردم میگه قدر قرآن شناختن. ما دموکراسی را دنبالش دوانده رایستیم، فرانسوی که مفکوری خود جور کرده او را بیاریم سری مردم تحمیل کنیم. ما خیر میبینیم. الله متعال باز برای ما خیر بده، آرامی بده برای ما، راحت بده برای ما. الله بسیار حلیم است، وگرنه باید سنگ میبارید. خب الله حلیم ذات است، به تو انسان میدان داده، عذر برات باقی نمیگذاره، هیچ عذر برات باقی نمیگذاره. خب یک روز از پیش ما سوال میشه. از او خاطر منظورم ایسته 10 شب اخیر آمده رایسته. زنا اگرچه اعتکاف خود خانه نمیشه، شرط اعتکاف در مساجد است، لیکن همونطور خلوت کده میتونه، تنها میشه، از مشاغل دنیا خود گوشه کده میتونه، در عبادت و تلاوت خود مصروف کده میتونه، در نفل خواندن خود مصروف کرده میتونه. که شبای قدر 10 شب اخیره اکثریت شب خود لا اقل در عبادت تیر کنم، یالی ما و شما الحمدلله اکثریت شب ما و شما در عبادت تیر میشه. تعهد میکنیم که طور شبا از دست ما نروه، قطعا نروه. شب ببینم نبینم، دیدن مهم نیست که شب دیدینه، دمی شب بوده، شب قدر بوده، عبادت کو، توبه کو، چانس برات میده. دین روز ما گفتیم چانس. امی قدر عمر خطا کردی، خلا کردی، گناه کردی، قصور، هر چیز دی تو موجود بود. الله برای بخشیدن تو بانه خیلی کوچک مقرر کرده، بهانه. یک شب عبادت بکو، توبه بکو، برابری بگه 1000 ماه، چیزی بالا 83 سال میشه. کلی عمری، اکثر عمرای ما و شما در 50 و 60 و 70 از 75 بالا نمیشیم. کدام تا در 80 برسه وفات میکنه. اگر در روز قیامت الله متعال از تو سوال بکنه که بنده ای دیگه عمری تا خود تیر کردی، همین یک شب خود تو را گفتم، همین یک شب هم تو مرا طاعت کرده نتونی، این آدم مستحق جهنم ابدی باید نشوه؟ باید شوه. چرا که الله آنقدر آسان بری تو آورد، لیکن تو ابی آسان هم انجام ندادی. بله در عروسی ها رفتی، مدینه روز گفتیم انشاءالله او را بشنوی. باز بعد از او یک کمی خودم علامت کنیم، یک کمی سوال متوجه خود بسازیم، یک کمی زندگی خود در پیش روی دست خود قرار بدیم که چی چیز در دست داریم. ما چرا اینقدر غافل هستیم؟ ما چرا اینقدر بیخبر بی اطلاع هستیم؟ ما چرا از دین خود آگاه نیستیم که ما باید بدانیم. افسوس است. ما از خواهرها تلفن برای ما میکنه که پدرم نمیگذاره. من خو میگم که طور او پدر ایرا بدانی به الله قسم اگر زید درس قرآن تو دختری تا من نکردی، ولو که به این نیت من نکردی که من با غیرتی آدم هستم، انشالله جای جهنم است. اگر توبه نکشی جای جهنم است. اولین مانعین صراط مستقیم دوستی، اول مانع. خب بازم اگر تو واقعا غیرت داری، امی دختری تا که از ترجمه قرآن من نکردی، در پانتون است، در پانتون امرای فیشن بیره، در پانتون عکسیش است، در پانتون بگه در موتر، در هر جا اختلاط مرد و زن است. ترجمه قرآن غیرت میکنی، این غیرت از جانب الله و دین نیست، این غیرت از طرف شیطان ابلیس است. شیطان ابلیس تو را غیرتمند، این غیرتی شیطانی است، غیرت الهی نیست. خود نکو همی کار نکو، خدا به عذاب الله برابر نکو. ما این قرآن کریم این یک چانس بر ما در یک رمضان برای چند ساعت میاثر میشه، ما اینم از دست بدیم، بسیار سخت است. والعاکفین، اعتکاف کننده، و رکع سجود. عربستان همی مردمی که از نگاه پول و پیسه خواب فراوان داره،
مملکتشان امن و امان است، هر چیزش جا با جا است. شما باور بر الله بکنید که 10 شب اخیر میشه که بروی شیخا میخواوی ملاهایش قدی کسی رابطه نمیکنه، کلش معتکف میباشه در حرم، کلش مخلوق اونجا آماده میکنه خدا فقط برای اعتکاف. سرمایه‌دارای قوی دنبال از این نمیگرده که خب موسم است سودای زیاد فروخته میشه. از ما تراویم از پیشمون باقی میمانه، از دستی که در دکان روز نداریم. چرا؟ کلی سودای ما در 27 و 28 و 29 دمو شبایی که بگه قیام اللیل میشه در اونجاست. نه، من شما را گفتم اعلان کردم که از این نمی ساعت، از این نمی ترجمه که فارغ میشه همه چیزی تانه دمو چی پرد خیر همه چیزای تانه اکمال کنی. و رکوع سجود، رکوع کننده و سجده کننده نمازخوانا را برای از یا این مقام پاک بسازه، شرک و بدعت و ایگا پا در اونجا نباشه. الله او مقام پاک کرده، الحمدلله. موظفین وجود داره، عسکر. با مجردی که تو طرف قبر استاد شوی، در قبر پیغمبر علیه السلام دستی تا بالا کنی، عسکر برات میگه حاج روی تدار بدی طرف قبله و دو خور، طریق دعا کرده نمیاد نداری، دمی هم نمیمانه. الحمدلله. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا، بیا که شخصیت ابراهیم علیه السلام بشناسیم. ابراهیم علیه السلام در میدان علم، در میدان عمل، در درجه کمال رسیده. الله او را تربیه کرده، الله او را ارتقا داده، مرتبه و مقامشه. از کجا معلوم میکنی مقام علمیشه؟ دعاهایش یک دفعه تو بررسی بکو، امتحان بکو چی دعاهایی کرده. اول اولاد جا به جا شده در پالوی بیت الله. کدام چیز خیلی ضرور است برای کسی که در یک جای سکونت میکنه؟ کدام چیز خیلی ضرور است؟ امروز که ما بررسی کنیم زندگی را، بعد از مطالعه دقیق بر ما واضح میشه که کدام چیز در زندگی ضروری است. ابراهیم علیه السلام پیغمبر است، سخنی که از دهن میبراید این سخنی است که بالکل مطابق فطرت، مطابق حقیقت، اصل واقعیت است. چه میگه دعا؟ و اذ قال ابراهیم، و در آن وقتی که میگه ابراهیم علیه السلام طلب دعا میکنه، رب ای پروردگار. ابراهیم علیه السلام نمیگه به حق آدم علیه السلام، به حق نوح علیه السلام، حق و حقا یاد نمیکنه، مستقیم میگه رب. خلاص از الله طلب کو، صفات ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. به حق پیر و استاد فلانی خان، به طفیل نقشبندی، به طفیل چشتی، به طفیل فلانی. دعای شرکی و بدعی را دیده؟ او دعای شرکی میگه. دعای قرآن بکو که الله برات تعلیم میده. دعای ابراهیم علیه السلام بکو. ابراهیم علیه السلام در ملت ابراهیم علیه السلام است، طریقی دعا را یاد بگید. ربی پروردگار اجعل هذا بلدا، بگردان اینی منطقه را شهر بگردان. اول چیزی که مردکه کسی در کدام جای زندگی میکنه او نیاز داره که تمام ضروریات زندگیش در یک جای برش فراهم شود، ضرورت به کوچکشی، انتقال، سفر نداشته باشه. شهر چی را میگه؟ میشناسی شهر؟ که تمام ضروریات زندگی در او چیز بگه فراهم شدنی است. فراهم شدنی است. خود چی رقم شهر باشه؟ الا انفجار است در او گوشه، بدو است. الا اونجا قماندان آمده، زور و ظلم شروع است. چی میکنی؟ اونجا شاروالی آمده کراچی ها را چپکه دارایسته، بدو است. بیچاره که بانجانایشان در سرکا میفته، پلیس صاحب اینقدر قتیلقت میزنه، این دلسوزی ملت سرکا خلاص میکنه. لیکن وقتی که پینجایی تیر شده است کر بازین در مابین سرک است. قرآن برای ما میگه دو چیز برای زندگی سخت ضرورت است: فراهم شدن وسایل حیات و زندگی. دوم امن که نباشه که هر چیز باشه زندگی نیست، قطعا نیست. امن دو قسم است: امن ظاهری. شکی در این نیست که امن ظاهری خیلی رول داره برای از اینکه انسان زندگی خود مطابق میل خود پیش ببره. امن ظاهری. یک امن باطنی بکار است. امن باطنی را میگه قلبت مضطرب، پریشان نیست، بالکل مطمئن است. در خانه، در بیرون، در هر جایی که سر بمانی خبرت میآید، هیچ مطمئن استی. لیکن یک تعداد مردم امن باطنی برش موجود نیست، مضطرب، پریشان حال است. هر قدر که در یک اتاق میره خو نمیاد، که در دیگه پکر روشن میکنه، کتاب میشه، پایین میشه. دنیای غرب امروز امن باطنی را از گم کرده.
تابلت ها میخوره خو نمیاد. تابلت ها مجاهد که زحمت کشیده عبادت کرده به مجردی که بگذار خواست ماشاءالله قلا بدن راحت میشه. ابراهیم علیه السلام دعای جامع کرده، جامع کرده، همه وسایل فراهم امن باشه. بله دعای ابراهیم علیه السلام قبول شده. الله متعال منطقه را جای امن قرار داده. آنقدر امن است که حتی پرنده امن است. آنقدر امن است. چرا؟ در دین مقدس اسلام برای امن اسباب وضع شده. کسی که طرف حرم میره اینطور ممنوعیت ها، اینطور پابندی ها سرش هست. کدام؟ ناخون کات کرده نمیتونی که احرام بپوشی، موی تک خنده نمیتونی، خبرداری نه؟ کالای دوخته شده را در جان کرده نمیتونی. اوه جنگ و جدل کنی؟ الله اکبر. ایگه پا دور است. آن چیزی که متعلق جانی تاست به احتیاط قدم میزنی که مویم نریزه از پیشم. مویم از پیشم نریزه. با جانت احتیاط میکنی، در دیگر خوب بگذار. الله اینطور امن این مقام داده. لقطه حرمه، چیزی افتاده حرمه بالا نکنی فکرتان باشه. اگر بالا کردی کل عمر بعد اعلان بکنی. در دیگر جایی که چیزی افتگی را اعلان کردی تا 1 سال اعلان خلاص میشه. اما در حرم که چیز بالا کردی خوب مجبور استی که تا عمر باش اعلان کنی. از همون خاطر اونجا که چیزی بالا کردی اونجا جای اعلانات است، در اعلانات بعد تسلیم بکنی. در غیر از او اینطور امن است اونجا. سکون و آرامش الله بله ضرورت است. و مرکز اسلام است. در دنیا باید یک جای باشه که کلگی مطمئن اونجا آزاد سخن گفته بتانه بشینه. در بین مردم نزاع و اشکالات هم پیدا میشه. اما اردو فریق مخالف در بین خود مذاکره داره. طالب حکومت افغانستان مذاکره داره، کجا بشینه؟ ولا چیشته نمیتونه، اعتبار باقی نمونده. در پاکستان بشینه دولتی ها را از بین نبره، در ایران بشینه طالبا را از بین نبره، امن وجود نداره. کعبه هم امن است. رهبرای جهادی ما امون جمع نشستن، ولی افسوس است که تعهدات میده شد. بگوی ارزش های جهاد مبدل به سمت بازی و تنظیم بازی، بگوی قربانی تنظیم بازی کردن. حالی در بدر هستیم، خاک بسر هستیم. باز از جهاد خود یاد میکنه. کدام جهاد؟ کل محنت و زحمتتان زمینه را مساعد برای پیاده کردن دموکراسی بگوی غربی، دموکراسی حیوانی، برای آمدن امی مردمای پلیت و نجس منافق که سالا ملت ها را فرو برده. به می خاطر کوشش های ما کلش قربانی امیگه پاشد. الله رحم بکنه. اونجا جای امن است. احساس امن نمیکنی، پرنده احساس امن نمیکنه. واقعیت همونطور است. ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم. امنم وجود دارد، دیگه وسایلم وجود داره، لیکن مواد خوراک موجود نیست. هر روز نوبت است تا روزگاری که اینجا نعوذ بالله امی جنگ و جدل و نفاق و بدبختی افتاد و اعلان کمونیستیت شد. آخر آردا به چی؟ تذکره تقسیم میشد. گندم به تذکره بود. از او پیش یک خانابات مردم میگفت کندوی افغانستان است. غلب بود، دانه بود که هر پرسان نکو. تا وقتی که یک مفکوره کمونیستی در این وطن آمد، الله متعال رزقا را هم از بین برد. ابراهیم علیه السلام دعا میکنه ورزق اهله، روزی بده اهل این منطقه را من الثمرات، از تولیدات. اینجا ثمرات مطلقی چیزای تولید شویدن را میگه. از همون خاطر الله متعال برکت دعای ابراهیم علیه السلام است. در مکه، در مدینه منوره، در دویش کدام چیزی در دنیا اول اختراع نمیشه، پیدا نمیشه، جور نمیشه مگر نمونش اول دو مرکز دیده میشه. دو مرکز دیده میشه. قطعا الله قدر خوراکا را به میلیون ها حاجی میره. ما براتون گفته بودم یک روز یک تنظیم جلسه میگیره در کابل. وقتی که جلسه خلاص میشه هتل نان نیست، هتل نان پیدا نمیشه. یک روز اونجا حجاج برای ادا کردن مراسم حج کم از کم 40 روز و 2 ماه باقی میمانه. یک حاجی بگوید که نه اونجا فلان چیز پیدا نمیشه. آجی که پس به اولین لافش چی است؟ قدر فراوانی بود که پرسان نکو. خوراک بود، مرغای قدر ارزان بود، کباب
خواب کباب خوردیم باز میگه خواب مرغای کباب زدیم. لاف یا مزیر میز از عبادت نمیزنن، دو لاف میزنن، دو لاف، یکی لاف خوراکا را میزنن، دیگه لاف خبر داره در تلفن ها گرفته می باشه که در چی غار حرا بالا شده مردکه در قبرا گشته، این قطش زیاد می باشه. نمیگه که عمرم در حرم تیر شد، در طواف، در تلاوت، در نماز، در عبادت. نه حاجی افغانی یا در بازار گرد گشته رایسته که چیسته ایره در بیدرخوندی خود ساتی طلایی میارم، ایره گوشواری طلایی در نامزادم میارم. کلی عمر در بازار تیر بکنه، یا در عماره خواست یا در زیارت ها گشته رایست. عبادات الله خو نیست. معلم های خوب دارنی اینطور معلم ها را قطش روان میکنه که برشان میگه پشتی مولای حرام نماز نمیشه، پشتی مولای حرام نماز نمیشه. برشان دستور میده در اماره بخوانی. خوب در اماره از او اجر بزرگ 1,00,000 نماز در یک نماز کلشان محروم میکنه، پس همینجا میارشانه. الله رحم بکنه. حج اوقاف در روز قیامت جواب میگه. مولا را عقیده شب معلوم کردی یا نه؟ تو کی روان کردی؟ مشرکه؟ به حیث معلم روان کردی؟ این ملت که پولش گرفتی در روز قیامت از تو سوال نمیشه. کلی اراکین حج اوقاف از وزیر گرفته تا رئیس و مدیر، کسی که در برنامه شریک است، ملاس یا مولوی است، کلی از یاد روز قیامت از پیشان سوال بشه. خوش نشو. یک حاجی که نمازهای خود در اماره خوانده پس آمده در روز قیامت در موردش سوال میشه. مفت نیست، پولیش گرفته. به خاطر که معلم مقرر کرده که او عقیده خرافی و غلط داشت و پیری خود قیوم زمان میگه ما ضرورت به کعبه نداریم، پیر صاحب فیضه بر ما میرسانه. ورزق اهله من الثمرات. ابراهیم علیه السلام این دفعه از احتیاط کار گرفته، پیش نکرد، گفته بود و من ذریتی. زمانی که اعلان امامت الله برای ابراهیم علیه السلام کرد، ابراهیم علیه السلام تمام نظر و فکر سری اولاد است. بنده مومن باید تنها غمی خود نخوره، استاد غمی شاگردا را بخوره، پدر غمی اولادا را بخوره، پاچا غمی رعیت بخوره، رئیس غمی بگه ما تحت خدا بخوره، هر کس غمی ما تحت خدا بخوره. ابراهیم علیه السلام غمی اولاد خورده بود. و من ذریتی، از اولادم هم امام مقرر کو. الله متعال اشاره کرد به ابراهیم علیه السلام اولادت کلش اینطور نیک نمی باشه، مردمای مشرک ظالم هم درش می باشه و لیاقت امامت نداره. ام دفعه ابراهیم علیه السلام قدم احتیاط میگذاره، خودش قید میمانه که اینجا رزق برای کی داده شوه. من کسی را آمنه که ایمان آورده منهم از جمع ذریه و اولادا بالله، به الله متعال، و الیوم الاخر، به روز آخرت. به خاطر که باز مورد انتقاد قرار نگیره ابراهیم علیه السلام. درس بر ما بیده انسان 2 مرتبه خطا نشوه. اگرچه اونجا ابراهیم علیه السلام خطا نشده، تنها الله ابراهیم علیه السلام آگاه میکنه که اولادید 2 قسم میشه، اما اینجا ابراهیم علیه السلام از احتیاط کار میگه. اما در اینجا قید گذاشتن نبوده. چرا؟ دنیا به می خاطر پیدا شده که هم کافر زندگی کنه هم مؤمن. از نعماتی که الله در این دنیا پیدا کرده هم کافر استفاده بکنه هم مؤمن. لیکن کدام نعمت معنوی که است او مخصوص مؤمن است. آلی برای شما معلوم شد که کدام نعمت ارزش داره، نعمتهای معنوی یا نعمتهای مادی؟ معنوی ارزش داره. او برادر مسلمانم که زیر خیمه و در یک خانگاه که گلی زندگی میکنی، در بلدنگی همسایت سعی نکو که 20 طبقه جور شده، 20 طبقه جور شده. تو باور به الله بکو اونجا که شمال شوه که همی کلکین درب کنه، او مردکه خلاص شد دیگه از خوف. او مردکه قدر میترسه. اما تو در اینمی خانگاه که گلیت اینطور خویت خود پوره میکنی که پرسان نکن. خو الله تو را در عزتمندی زندگی نصیب کرده، در عزتمندی نصیب کرده. دنبال نعمت معنوی باش. بزرگترین نعمت معنوی، بزرگترین که ما شکرش هم پوره کرده نمیتونیم، نصیب شدن عقیده توحید و یکتا پرستی کیست؟ الله متعال است. از این که در بالاتر نعمت است. میبینه کدام نعمت دیگره؟ وقتی این نعمت داشته کل نعمتهای دیگر در مقابل این نعمت هیچ است. خیلی چرا غمگین میشی؟
انسان ها همیشه نعمت صحت و عافیت، نعمت عقیده و فکر ایج در نظر نمیگیره. یک کسی را که دیده که به دزدی و به چور و چپاول پیدا کرده، میگه والا فلانی خان خیلی الله سرش رحم کرده. الله سرش رحم نکرده، مورد امتحان بزرگ الله قرار گرفته. استفاده درست میکنه؟ نه، از این نعمت، از این منصب و از این مرتبه که برش حاصل شده استفاده درست میکنه یا نادرست؟ قال الله متعال میگه و من کفر، کسی که کافران باشه. این نعمتای مادی است، نعمتای مادی برای کلگی است. من کفر، کسی که کافر هم است، منکر هم است از نظام الله، از توحید الله، فامتعه را نفهمیدم لیکن قلیلا، مدت کم ما او را نفهمیدم. در دنیا و بهره‌ورداری کرده میتونه. چرا؟ الله امتحان خود به می خاطر کرده، این نعمت ها را به کلگی داده، اسبابی که استفاده از نعمت ها میکنه او را به کلگی داده، طریقه استعمال نعمت ها را او را راهنمایی کرده. آلی دیده شوه انگور نازنین، الله متعال خودش پیدا کرده، صاحب تمام ویتامین ها، تمام لذت هاست. چی میکنه ای بنده؟ آیا ای انگور دیگم نعوذ بالله گنده میسازه که از او شراب شوه، باز بعد از او عقل خودم سرش از بین ببره؟ تو باش که بنده چی میکنه؟ از او میوهی که الله متعال خود پیدا کرده ولی تو روا کرده، از او استفاده میکنی یا میگیری را گنده میکنی، شراب جور میکنی، بعد از او عقل تم از بین بری، او را میخوری. الله متعال میگه اول شراب پیدا کردم یا اول میوه را؟ جواب میگی که اول میوه را. آیا این میوه اینقدر لذیذ نبود؟ این ویتامینا را نداشت؟ ضرر هم در پی خود نداشت؟ چرا که عقل تام از بین نمیرفت؟ چطور شد که توی میوه سالمه گرفتی، ایرا گنده کردی، شراب جور کردی و توسط از عقل تام زائل میشد؟ عقل زائل شدن منجر به زنای محارم، رازای افشا کردی، نمازا قضا از حق و حقوق مردم چشم پوشی کردی، افتادی. چرا اینطور کار کردی؟ کسی جواب داده میتونه؟ کسی جواب داده میتونه؟ بله الله متعال سوال میکنه آیا برای پوره کردن کدام قوت هایی که در وجود تو گذاشته بودم، خوراک، نوشاک، غرایز جنسی، حد و حدود داشت یا نداشت؟ حالا ای مرد، یک زن برات روا، 2 زن، 3 زن، 4 زن برات روا بود به نکاح صحیح شرعی، به خاطری که نسل از بین نروه، عفت و پاک دامنی، عزت همش برقرار باشه. چرا تجاوز کردی؟ نعوذ بالله. در کدام طرف رفتی؟ گناه ها کلش بری خود مراحل داره، مراحل طی میشه، پس از تو ده گناه میرسی. جواب داری یا نداری؟ بله مادیات دنیا مورد امتحان کلگی است. ثم اضطره، بعد از اون ناچار میسازم سا. یادم خدای دنیا خیلی دویدن کرد، گاهی او طرف گاهی این طرف، توفان کرد، چور کرد، چپاول کرد، خوردونوش کرد، عیاشی کرد، فحاشی کرد. ناچار میسازم شه، یک روز فشارش بالا میره، سکته مغزی میکنه. او خیرت است، فشارش بالا رفته، سکته مغزی کرده، خوب سرطان پیدا کرده، اپندکس شده، ولا تو گرفته شه، مرضش نامعلوم است. حالی دیگه نه در آلمان رفته میتونه نه در هندوستان، کلی اقارب در گردش جمع است، منتظر است کی. ثم اضطره، بعد از او به ناچار میبره میره به ټیله الى عذاب النار، به عذاب آتش. همین تو روز میای یا نمیای؟ همین تو روز میای. این وسایل دنیا را به کلگی فراهم کرده و آخرش رفتن استیمم طرف. الله ما شما را طرف نار نبره. و بیس المصیر، خیلی بد جای بازگشت است آتش. کل عمر اینجا به عیاشی تیر کردی، حالی دیگه مسیرت خامخا طرف آتش است. چرا؟ خودت در گیران خودت جمع کرده بودی، پلتر خودت برای خود زده ای. الله متعال برات راههای سعادت کلش اعلان کرده بود، تو از کلش چشم پوشی کردی، کلش. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، ابراهیم و اسماعیل علیه السلام کمال علمی ابراهیم علیه السلام براتان معلوم شد توسط دعاهایش، دیگه دعاهایش هم باقی مانده، براتان واضح میشه که ابراهیم علیه السلام کدام شخصیت است، چه قسم دعاها کرده. بیالی کمال عملیش، بنیاد مرکز توحید میگذاره. پدر و بچه نمیگه ما نفر کم هستیم این خانه را کی آباد کنه،
یک تنا به ما خونه میرسه. امروز ملاها و علمای ما قرار نشسته است، دعوت نمیده. و یک به ما خونه میشه، یک مستم بشی خیر دیگه که یک توستی. تو به اندازه توانید قدمت بالا کو دیگه بگذار به الله. به اندازه توانید قدمت بالا کو. بچه جوان نگو که امیالی که صبح من درس شروع میکنم، مدرسه قوی باشه، دفتر باشه، دیوان باشه، داخله باشه، نظم باشه، کتابا باشه، مدرسین باشه. از صفر شروع که، از صفر. یک شاگرد به خود پیدا کو. سال آینده 200 شاگرد برات میشه. سال دیگه از تاکو میبروی به یک بگه تعمیر. سال آینده 400 شاگرد جور میشه. خود به خود میروی، خدمتت گسترش پیدا کرده رویسته. کمال عملی را میگه. انسان از صفر شروع میکند. یک بچه او پدر است، بیت الله را 2 نفر آباد میکنه. یکی گل میده، دیگه دیوال کرده رویست. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. چی کارنامه ها داره ابراهیم علیه السلام؟ قابل یادآوری است. در آن وقتی که بلند میکرد ابراهیم علیه السلام القواعد تهدابای بیت الله را، من البیت از بیت الله را، و اسماعیل علیه السلام. اسماعیل علیه السلام تابعی بود، از او خاطر اصلی نسبت به ابراهیم علیه السلام شده. یک قدر عبادتی بزرگ الله را میکنه، بیت الله را آباد میکنه. بیت الله را باید این قدر مغرور باشه، بگویه که اگر هستیم ماستیم، اگر دوست داره الله باید ما را دوست داشته باشه، اگر قبول میکنه الله قبول کنه. دیگه در این روی دنیا کسی دیگری نیسته که اونجا مرکز عبادت الله را جور کنه، آباد کنه. یک مستم امروز اگر ما تو در بین مغز کابل، در بین سینماها، در بین هتل‌ها یک مسجد جور کنیم که در او مردم عبادت بکنه، آنقدر کلاه خود کج میمانیم. میگیم در بین یک قدر مردم ما مسجد جور کردیم. از همون خاطر نامی کلان برش نوشته میکنم، مسجد حاجی فلانی خان. مسجد حاجی فلانی خان نوشته میکنی. ابراهیم علیه السلامی طور نیست. درسی بندگی بر ما میده. همه عبادات الله به توفیق الله میشه. تو مفکوره نداری، تو توفیق نداری، تو همت نداری، الله استعدادت، الله ذهنت متوجه عمل کرده، بعد از تو را همت داده، بعد از تو در کار شروع کرده. این توفیق کیست؟ کمال تو نیسته، توفیق الله است. وقتی که توفیق الله است، آلی بترس که عملت الله قبول میکنه یا نه. میگفتند در دعای خود ربنا پروردگار ما تقبل منا، قبول کو از ما. عمل خو انجام داده میشه، عمل خو انجام داده میشه، اما مورد قبول قرار میگیره یا نه، که الله قبول میکنه یا نه. با همین قدر اخلاص و صداقت خوف داره مبادا که قبول نشوه، محنت ما ضایع نشوه. چرا در اخلاصی ما کمی نآمده باشه. ایره مردم میگه مکمل تسلیمی به الله. از ابو خاطر علی سری حاجی صاحب میم، حاجی صاحب محترم دمو مقام رفتی، برای چی رفته بودی؟ راستی تا بگو. اگر حاجی صاحب اول خو معلوم شد که داخله را به خاطر بچه او درزاده کرده ای، او درزاده داخله کرده، تو علی قرض کرده رایستی کی او رفت، ما باقی ماندیم. یکی دوم، والا حاجی خیلی قدر داره در منطقه، مردم حاجی صاحب برش میگه. مرم که حاجی صاحب نگویم ماندنیش نیستم. بچهای خدا میگه او بی غیرتا، بچهای فلانی پدری خود حاجی کرد، او حاجی صاحب میشه، در صف اول پیش میشه، مرم حاجی بسازه. او اینا بچه غیرت میکنه، حاجی میسازشه. خود جنابی حاجی صاحب از این طرف که رقم رفته ای، پس میایی حاجی صاحب چه عباداتت قبول شده؟ راستی تا بگو. زنگ است، کجا رسیدی؟ کلی نه طواف است، نه طواف وداع است، نه گریان است. که ولی من از این طور مقام پر برکت رخصت میشم، باید با سخت گریان کنم. الله دوباره من خود حدیث شنیدم که اگر کسی چیسته من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اگر کسی حج کرد و در اونجا فسق و نعوذ بالله گپای بی حیایی کارای خراب نکرد، باز میگرده به مثل که از مادر تولد شده ای. گریان کو که الله ما گناهایم پاک شده یا نه، توبه واقعی از گناه کردم یا نه. وی در دکانداری بودم، از فلانی خان پیسش باقی مانده، پس ندادم باید بدم. وی او نادانی بود. همسایه که
اوجا خانه جور میکرد، من قطع جنگ و جدل شروع کردم، به زور گرفتم یک شینگه. امیالی که پس رفتم از پیشش بخشش طلب میکنم یا قیمتیش میدم که معلوم شود که تو از مادر پس مستکی نو تولد شده ای است یا نه. دایی فکرها نیست. السلام علیکم، خیرت است حاجی صاحب، که حرکتیت است؟ امیالی نو اینا در اینجا هستیم. دیوانه میشی تا ایجاره. آلی اینجا کشوفش است، قوم است، مردم است که بعد پشتی یک حاجی صاحب میره و در ایدگاه. ایدگاهی تو ایدگاه است. آلی تبلیغی ها را الله خیر بده، یک کم کم اونجا جایی کم کم وضوی هم جور کرد. سابق جای وضوی نبود. از ولایت ها سرازیر میشه. حاجی صاحب یک هفته بعد میاد زنا رفته در پذیرایی، دیگر تیر میشه، پیشین تیر میشه، شام تیر میشه، خفتن تیر میشه. الله اکبر، این مردم انتظار است. الله اکبر، نمازی الله نیست. الله اکبر. حاجی صاحب محترم، فقط یک سوال از پیشت میکنم. وقتی به آمدن نماز یک نفر قضا شد، در روز قیامت چی جواب داری؟ یک نفر. برای شما قضای نماز معلوم میشه؟ قضای نماز چی است؟ قضای نماز معلوم میشه؟ در روزگاری که جهاد میکنی در مقابل دشمن، فرس فیر کرده رویستی، امون جمع نماز از پیشت قضا نمیشه، باید نماز الله را بخونی. برای حمایت دین با دشمن جنگ کرده رویستی، خود نماز قضا نمیکنی. اینجا به خاطر آمدن حاجی صاحب به میلیون ها نفر به نماز میشه، به میلیون ها. الکی رسید به خیر دیگه. گلاسته که حاجی صاحب علی پاش داده رایسته، که پاش داده رایسته. این کدام دین است؟ به کجا رفته بود؟ عروس جور شده، نه برش عروسی کرده. به عروس هم گل انداختن نیست. این شیوه هندو است، شیوه هندو است. امی تو قوم تنا سری گل که 50 روپه گرفته باشی، 50 که 50 گرفته باشی، 20 نفر از قومی درفته 1000 افغانی را سری گل مصرف کرده. 1000 افغانی را برای الله نداده تا عالی را. بسته رمضان تیر بشه 1000 افغانی را به نام الله نداده. عالی موتراست که گل پوش شده. عالی حاجی صاحب دیگه بگیره، پیشک باشه، بروف باشه، سعی میکنی که در آن تکر شد. نیمی مردم طرفی شفاخانه دویده رایسته. حاجی صاحب برای چی رفته بودی راستی تا بگو؟ پس بیا عالی دیگه کالای سفید بپوش، چقدر تسبیح بخر، چقدر جای نمازها را ایره گرفته مردم آمده رایسته، دستای تا بوسه کده رایسته، هنوز چیسته سرا را خم کده رایسته. اینه آدم، اینه زنام بوسه میکنه عالی نه روی میگیره. حاجی صاحب شده. این کدام جای است؟ محرم شده. گوسنده که در پایت کش خور خو نمیگی. باز بعد از این گپا چند روز خلاص میشه. کجاستی؟ دکانا بند است، مراجعین میایه، دفتر مامور معلم چیست رخصتی است، درسا شاگردا میره 1000 نفر، استاد 6 ساعت درس داره. این کلش نیسته. خیرت است. حاجی صاحب پدرش آمده، حاجی صاحب پدرش آمده. کم آزار و اذیت به این مسلمانان نرسانده ای توسط یک حجت، کم معصیتی الله را نکرده ای. باز بعد از او به خودنمایی و ریا کارتا را توضیح که در روز فلانی ختم است. خیرت ختم حاجی صاحب است، گوه بکش. آلی دایی کارتای کل 1000 کارت توضیح کرده. تو را به الله قسم یک یتیم نوشته کرده این نه، بیوار نوشته کرده این نه، معیوب نوشته کرده این نه، کلش جنابا را نوشته کرده. جنابا از یک طرف دو دشنام برد میده، دکاندار از اون طرف دو میزنه میگه از کارمان مرا، دفتر والا میگه از اون طرف دو میزنه که مرا از دفترمان، مرا تاوانی کرد 300 روپه کرا بگیرم که تاکسی را بدم که من برم در ختم فلانی خان. نتیجه اولی چی شد حاجی صاحب؟ بکش. به ملت ابراهیم علیه السلام هستی؟ ابراهیم علیه السلام میگفت ربنا تقبل منا، ای پروردگار قبول کن از ما، انک یقینا تو نکسی دیگه السمیع شنونده فریاد دعا گپای ماستی، العلیم و میدانی نیت و اراده ما. بله رمضانی مبارک است، مسجد ها گرم است، از هر طرف لاسپیکر بر 3 روز بعد آرامی میشه.
3 روز بعد حالی سعی میکنی که تا 3 بجره تو را دخو نمیمانه. یک ملا میخیزه گلونی خدا پاره میکنه، یک ناتخوان میخیزه، دیگه از اون طرف اللهو شروع میشه. خیرت است. این مسجد ختم داشت. چی رقم ختم داشت؟ والا قاری را آورده بودن 3 روز ختم کردن. چی رقم ختم کرده؟ تربوزاست، آلی دیگر آلوچه است، آلی چیرینک است، چاکلیت است، مردم است آمده. در روزهای دیگر ده ختم چند نفر بود؟ 2 صف در پشتی ملا استاده بود، 4 صف مردم قرار در لبی وضو خانه در برنده میگشتن. با مجردی که ملا طرفی رو که امی آیت یک کمی درازک میکرد، گروپ دویدن هو در کو یک جای میشودن. حالی شبی آخریسته دیگا بار شده. خفتن دیگا بار است. مسجدی قلعه نجارا ختم داره، مسجدی پوستین دوزا ختم داره. اوهو، زدن است، کندن است، خوردن است. او جناب عالم، او جناب آجی، او جناب صوفی، او جناب مسلمان، در دین بر ما میگه پاره بکش. روزی که قرآن ختم میشه ودا میکنی. ودا چی کتاب پربرکت، چی لهجه زیبا، چی مقام، چی جمع و جوش، چی باقی ذکر الله. همگی ما در قیام کتاب الله را میشنیدیم و یا آخری شب از ما رخصت میشه. موقع گریان است. دیدی عبادت ها را مردم چطور تحریف کردن، تغییر دادن. شما فیصله کنی، شما انصاف در پیشتان بگویه. ما هم ختم داریم الحمدلله داریم، لیکن شب ختم شب گریان است. حرم دیدی؟ حرم عربا این قدر پول و پیسه داره، دمی رمضان که بری تو باور به الله بکو امی خانای از یا 100 نفر کرا میگیره که برای من به افطاری ما 1 نفر پیدا کن. به 100 نفر کرا اجرت برش میده که 1 نفر به افطار. تو که در لب مسجد میرسی 10 نفر میآید، کسی ریشی تا بوسه میکنه، کسی دستی تا که در دسترخوان ما بشی. خبرداری نه؟ لیکن وا ختم نه، وا شیرینک بازی میکنه. این دین چی جور کردن؟ استهزاء به قرآن، استهزاء به عبادت الله، استهزاء به مسجد الله. باز بعد از او گرمبانی را شروع میکنه تا 1 بجه تو را در خونه میمانه، تا 1 بجه را. خیرت است. این ذکر الله است. این دین ماست. قرآن چی گفت؟ ربنا تقبل منا. بیت الله آباد میشه، دیوارای بیت الله بالا میشه. این درس شد برای ما. نماز میخوانی عاجزی به الله کو، روزه میگیری عاجزی به الله کو، ختم میکنی عاجزی به الله کو، حج میکنی عاجزی به الله کو. پس بیا هیچ کس خبر نشوه، هیچ کس خبر نکو. حج میایم، هیچ کس خبر نکو. در گوشگک شکری الله را بکش که یا الله مرا توفیق دادی. در این حالت خود رفتم، پس در اهل و اولادم آمدم. الله ای دوری ما، ای روزای ما، ای محنت ما را هدر نکنی. ما عاجز بندیت هستم. آینده ما را درست کن. آل اولاد ما را به می زیارت ها مشرف کن. به می نعمت ها الله تو نوازش بدیشه. خودنمایی ها را شروع میکنی. کل عباداتی تا فقط هیچ چیز باقی نمیمانه. آلی که مردکر آجی صاحب نگفتی خب که آلی حج کرده خلاص دیگه. اگر سابق واری احمد خان برش گفتی احمد خان اینی قدر میپونده که مرا چرا آجی نگفتی. احمد خان میگی ربنا وجعلنا مسلمین لک. ربنا پروردگار وجعلنا. کمال علمی ابراهیم علیه السلام دیگه معلوم میشه. چه اندیشه داشت، چی فکر داشت، چه قسم زندگی را اختیار میکرد. ربنا وجعلنا مسلمین لک. دعا میکنه ابراهیم علیه السلام، میگه پروردگاری ما بگردان ما را مسلمین لک، مکمل تابعدار به تو، مکمل تابعدار به تو، به دل، به جان، به ضمیر، به فکر، به اندیشه، مکمل تابع تو، تسلیم به تو. تسلیمی چی را میگه؟ هر فرمان تو، هر تعلیم تو سر ما به دل و جان پذیرفتن است. خلاص مسلمین لک.
نه تنها ما را و من ذریتنا از اولاد ما. یک ما که خیلی خوب باشیم چی؟ انسان تلاش بکنه اولاد نبیره را برای راست سوق بده، تربیه کشه. و من ذریتنا از اولاد ما امتا جماعت باشه، مسلمتا لکی و مکمل تابع تو باشه. اسلام نامش تابعداری است، به الله تسلیم شدن است. تسلیمی چی معنا داره؟ خواهشات نفسانی، لحاظ پدر و مادر، لحاظ قوم و دولت، لحاظ دوست و عباس قطعا در مقابل قانون الله نمیشه. از هیچ کس تسلیم به حکم الله متعال استی. و ارنا مناسکنا، تسلیمی خو اسلام خو یک سلسله تسلیمی ها میخواه. تسلیمی به چی باشه؟ چیزایی باشه که ما او را انجام بدیم. طریق انجام دادن از جانب الله برشان تعلیم داده میشه، خود نمیتونه. و ارنا مناسکنا، نشان بده بر ما اعمال حج، که حج چه قسم انجام بدیم. یک ترجمه. و ارنا مناسکنا، نشان بده بر ما جاهای ادا کردن حج، عرفات، منا، مزدلفه، صفا، مروه. این گپا بر ما واضح شود. دو. و ارنا مناسکنا، نشان بده بر ما طریقه عبادتی ما را. این جامع لفظ است، این راجح لفظ است. و ارنا مناسکنا، قرآن کریم بر ما تعلیم میده طریقه و طرز و روش عبادت. کسی از خود ساخته نمیتونه. روش و طریقه عبادت الله متعال پیغمبر خود تعلیم میده، پیغمبر نقشه میده، طریقه عبادت پیغمبر بر ما تشریح میکنه. اونجا شیطان زده میشه جمره. پیغمبر علیه السلام میگه خذوا عنی مناسککم، طریقه و طرز حج کردن از من یاد بگیره. رسول الله از نخود کده برابری نخود یا از نخود کدم خورتر چیسته؟ سنگریزه را گرفته، شیطان زده قطی انگشتای خود، کوچیا میره از اینجا چپلقای خود میکشه، میگه شیطان میزنیم. تو خبر نداری، تو تابعداری رسول الله را نکردی، تابعداری شیطان کردی، تابعداری شیطان کردی. طریقه عبادت نشناختی. میفهمی؟ طریقه عبادت از پیغمبر است. رسول الله کدام کار انجام داده، کدام انجام نداده، کدام کار در کجا انجام داده، دموجا انجام میدم. دموجا پیغمبر علیه السلام در عرفات استاد شده. عرفات حدود داره. یک نفر میره میگه نه امو حدودی که اونجا است معذو کده بیرون استاد نشم، عجزو نه از داخلی عرفات کده که مردم گریان میکنم، من اینجا زیاد گریان میکنم، اینجا زیاد الله را یاد میکنم. حج شده یا نشده؟ نه مردم در شوی عرفه استاد میشه در عرفات. نه ما در شویید که کلگی طرف خانه برده خوشحالی متناد این میدان عاجزی به الله میکنم استاد میشم. میشه حج؟ میشه حج؟ طریقه عبادت رسول الله تعلیم میده. فهمیدی؟ قرآن بر ما میگه. ابراهیم علیه السلام سوال طلب میکنه از الله و ارنا مناسکنا، نشان بده بر ما طریقه عبادتی ما را. طریقه عبادت هم یاد بگیریم، لیکن بس اوقات از انسان کوتاهی میشه. حق عبادت الله را به وجه درستش ادا کردن. پیغمبر علیه السلام وترکی میخونه سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، ربنا و رب الملائکه و الروح. باز چی دعا را میکنه؟ کل عبادت ها خلاص شده. اللهم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. لا احصی ثناء، ما شمار کرده نمیتونم، احاطه کرده نمیتونم. او صفتی که لایق توسته که تو به خود میگی ایرا من نمیتونم، ما عاجز هستم. تو که کدام لیاقت ثنا را داری؟ ما عاجز هستم. رسول الله تعلیم میداده که حق عبادت انسان نمیتونه کامل کرده. خیر چی بگو؟ و تب علینا، رجوع رحمت کو الله بالای ما، رجوع رحمت کو. قصور و کوتاهی ما را نبی الله تو فضل احسانت شامل حال ما بکو. با فضل احسانت عبادت ما را تو قبول بکو، بپذیر. اگرچه نقصان داره چی درس میده الله بر ما؟ ربنا و بس فیهم
امتی که تسلیم به الله باشه، این امت خود تسلیم به الله باشه، عبادت الله را میکنه. نقشه عبادت الله را کی بده، کی رهبری کنه؟ از او خاطر ابراهیم علیه السلام سوال میکنه در بین امت من معلم و مربی موجود باشه که مردم تربیه کنه، رشد بده، معلم باشه، مربی باشه، یا کسی باشه. مردم همون قسم باقی نمیمانه. ربنا و بعث فیهم، ای پروردگار بفرسته بین اولاده رسولا، پیغمبر عظیم الشان قابل قدر، شخصیت ممتازه، منهم از جنس خودشان باشه. چرا از جنس خود باشه؟ به خاطری که تمام خواسته ها، تمام نیازمندی ها و ضروریات به جنس معلوم می باشه. من گشنه هستم، گشنگی را احساس کنم. من تشنه هستم، تشنگی را احساس کنم. من خو میرم. اینطور نباشه که معلم نه غمی مرا پیشاب گرفته، معلم میگه بشیده درس. او معلم صاحب خب مرا پیشاب گرفته، درس کی اینجا؟ او بفهمه، احساس کنه. اگر معلم پیشابش نمیه ورختایی تو را احساس کرده میتونه؟ نمیتونه. از همون خاطر است یک تعداد معلم ها که اطفال درس میگه خرابی ها از پیششان میشه، اجازه نمیده. طفل بیچاره مجبور میشه. خب جنس از او خاطر ضرور است. معلم از یک منطقه در دیگه منطقه روان نکنه. معلم از منطقش از همون منطقه باید معلم باشه. خوی بوی از او را بلد است. مردم چیشم میفهمه که مردم کدام رقم مردم است. کلاشخ است، نرم است، به ترغیب جور میشه و به ترهیب کدامش؟ یتلو علیهم، که تلاوت کنه علیهم بالای از آیاتی که آیاتای توره اتر آیاتا، تلاوت آیاتا که یارا بیدار کنه، ضمیر از یارا متوجه بسازه. برای چی؟ فهم مطلب و معنا. و یعلمهم الکتاب، تعلیم بده یارا مطلب و مقصد کتابه که قرآنی مقصدش است. و الحکمت، رازها و اسرار و مصلحت های قرآن کریم، گپای دانش برشان تعلیم بده. یک. و الحکمت، حدیث برش تعلیم بده، یعنی جنبی عملی امی احکام و مطالب قرآن کریمه چه قسم این مطالب عمل میشه، جنبی عملی را برشان نشان بده. و یزکیهم، یارا تزکیه کنه. تزکیه دو معنا داره، پاک بسازه یارا از نگاه اخلاق، از نگاه عقیده، از نگاه عمل. و یزکیهم، یارا رشد بده، رشد علمی، رشد عملی، یارا نمو بده، یارا در یک مستوى و مرتبه شاگرد برسانه. اینک، یقینا تو الله، انت تو نکسی دیگه العزیز، ذات زبردست هستی، هر ارادت نافذ شده نیست، کسی مانع شده نمیتونه. اراده نافذ کو. الحکیم، و حکمت والاستی، هیچ کار بدون حکمت نمیکنی. سری سه امر پیغمبر علیه السلام، سری سه امر پیغمبر عقیده فرض است. کدام سه امر؟ بله، وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم است، اول به عربی بودن. چرا که پیغمبر علیه السلام اولاد ابراهیم علیه السلام عرب است. چی است؟ او میگه در ذریه ما اولاد یک پیغمبر بفرست که از جنس خودشان باشد، جنس خودشان عرب. از او خاطری عرب. هر کسی از عربی بودن رسول الله منکر شود چیست؟ دوم، این رسول باشه از جانب الله متعال تعیین باشه برای ابلاغ شریعت، رساندن شریعت. هر کس که از رسالت پیغمبر منکر شود چیست؟ سوم، و ربنا و بسم، ای پروردگار بفرست در بینشان رسولا، پیغمبر، منهم از جنس خودشان انسان هاست. رسول چیست؟ کسی که از انسانیت رسول، بشریت رسول منکر شود چیست؟ کافر است. الله بفرست در بینشان پیغمبری را یتلو علیهم آیاتک. این برنامه انبیاء علیهم السلام است. انبیاء علیهم السلام کدام برنامه داره؟ امروز که علما میگه ما وارث انبیاء هستیم، چی برنامه را باید تعقیب کنه، چی برنامه داشته باشه؟ کلی گپا در اینجا ذکر میشه، کلی گپا. الله انبیاء علیهم السلام برای تکامل نظام بشریت روان میکنه. تکامل نظام بشریت. نظام بشریت چه قسم در درجه اکمال میرسه؟ چه قسم؟ الله انسان را جوهر عقل داده، شکی دی نیست. جوهر عقل خوب و خراب تمیز کرده میره، فایده و ضرر را جدا میکنه. لیکن در پالوی عقل امیال
آرزوها خواسته های دیگری هم الله متعال در وجود گذاشته. و ما قبل خود دی درس نگفته بودم تانه، دی مقدمه. عقل انسانی باز مغلوب میشه توسط خواسته های دیگه. گاهی قوی عقل مغلوب میشه از قوی وهم، گاهی از قوی غضب، گاهی از قوی شهوت، گاهی از ماحول محیط متاثر میشه. عقل بیچاره نمیتونه که راه درست و صفا را برای خود برابر بکنه. از دو خاطر که این قوت ها یک کمی سوق داده شود در راه درستش، منحرف نشود از راه مستقیم. انبیاء علیهم السلام آمده توسط وحی اینمی قوت ها درست و برابر میشه. عقل برای عقل یک روشنی پیدا میشه. آلی رای خدا پیدا کرده میتونه، رای خدا پیدا میکنه. یگانه کسانی که باید تضمین شده باشه که اینمی قوت ها سری از غالب نمیشه، در راه کج نمیبره، شکیست. انبیاء علیهم السلام که معصوم است از خطا، قوت های دیگهش سری انبیاء علیهم السلام غالب نمیشه که به غلط ببره. از او خاطر انبیاء علیهم السلام الگو و نمونه برای پیروی دیگه مردم است. مردم در دنبال پیغمبر بره که هیچ خطا رخ نمیده، هیچ خطا، معصوم است. شما بگوی آلی اگر کسی بگویه که نه ما دنبال امام شافعی رحمه الله میریم، دیگهش میگه دنبال امام مالک رحمه الله، دیگهش میگه دنبال امام ابو حنیفه رحمه الله، دیگهش میگه دنبال کی؟ احمد ابن حنبل رحمه الله. این دنبال روی از یا درست است یا نادرست؟ دنبال روی از شخصیت میشه که بالکل خطا سرش نبیاید، معصوم باشه. کیست؟ نبی، پیغمبر، کسی دیگری نیست. از امو خاطر است 4 مذهب کتابایش تدوین شده، مسائلش جمع‌آوری شده. و کل علما قسم بده که اولین شاگردای امی 4 امام، اولین شاگردای 4 امام، شاگردای امام ابو حنیفه، شاگردای امام مالک، شاگردای امام شافعی، شاگردای احمد ابن حنبل رحمت الله علیهم، در مسائل مخالفت با استادات داره، یعنی که فقط گپی استادات را گرفته، هیچ جای مخالفت نکرده. بگوی پدرشان گفته نمیتونه که مخالفت نداره. چرا مخالفت داره؟ خیر اماما خواست تقلیده که شما واجب میدانه، امی شاگردان چرا دنبال از روان نیست؟ اماما اعلان کرده، شاگردای خدا اعلان کرده که او شاگردا سخنای ما وقتی قابل قبول میشه که موافق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. زمانی که مخالف سنت رسول الله کتاب الله باشه، در کجا زده میشه؟ در دیوال. آلی مسئله تقلید فهمیده یا نفهمیده؟ آلی مقلد میمانه یا غیر مقلد؟ تابع متبع سنت کی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. و امی مذهب 4 امام است. امی مذهب کی است؟ مذهب 4 امام چیست؟ تابعداری، اتباع کی؟ سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. آسان است، آسان موضوع است. خطتان مناظرم پس از این نمیتونه. یاد گرفتی دلیل یا نه؟ یاد گرفتی یا نه؟ ملزم کنیش، ملزم کن. بگو نه امی ما را که توجیه میکنه در راه درست، کدام رقم شخصیت توجیه کنه؟ اونطور شخصیتی که تمام خواسته های دیگهش بالکل مسئول است، غرض به عقلش نداره، مسئول است. کی است تو؟ اماما است؟ پیغمبر است دیگه. باز بگو خو که اماما را شما میگی تقلید کنه، اول کس که تقلید کنه شاگرد اولیش باید تقلید کنه. کی تقلید کنه؟ شاگرد اولیش. دیگر شاگرد اولیش که تقلید از ویرا کرده باشه، مخالفت استاد خدا نکرده باشه، پیدا کرده میتونی؟ جای با جای دیگه چی میشه؟ بگه قرار باقی میمانه. باز که قبول نکرد بگه دیگه پیش رایت خوبی، من خود تابعداری سنت رسول الله را میکنم. تو الله بکنه که 20 عالم پشتیشی کنی، بگه دنبالش روان باشی که در چا میبره دلت، اگر در راه میبره دلت. خب من دنبال سنت کیستم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. این آیت بسیار مهم آیت است. آلی برنامه را تشریح میکنه. پیغمبران مقصدش امی خاطر میآید انسان در کمال میدان علمی و در میدان عملی در کمال برسانه، تربیه کنه. وظیفه انبیاء علیهم السلام تربیه و تعلیم است. ام تربیه ام تعلیم است. ام تربیه است ام تعلیم. تزکیه تربیه است. تلاوت و تعلیم و حکمت بگوی یا تعلیم است، یا تعلیم است. در این آیت به ترتیب طبیعیش ذکر شده.
اول تلاوت آیات ها می باشه. تلاوت آیات ها آنقدر جذاب و دلکش است که تو را گیر میکنه، فکر تو را متوجه میسازه، یک دم توجهت پیدا میشه. بعد از فهمیدن کی چی است بگه مطلب و مقصد است. مطلب و مقصد که فهمیدی، حالی طرزی طریقی استعمال یا عملی کردن از اوست. از او خاطر حکمت حدیثی رسول الله را میگه او تعلیم کتاب، فهم مطالب، تلاوت کتاب بگه درست تلفظ کردن. اول مرحله تلفظ صحیح، بعد از او فهم معنا، بعد از او عملی کردن حکم الله. خود به خود چی در دست میاد؟ تزکیه. در قرآن که عمل شروع کنی، حالی دیگه عقیده جور است یا نیست؟ عمل درست است یا نه؟ اخلاقش درست است یا نه؟ تزکیه شده ای دیگه، تزکیه شده ای. خیلی خوب، خیلی خوب. اینجا الله متعال میگه اول به مردم تبلیغ کو، بیان کو، تلاوت کو کتاب الله را. بعد از مطلب کتاب الله را تشریح کو. بعد از جنبه عملی به مردم نشان بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم عرصه وظیفه را انجام داد. قرآن سری صحابه تلاوت کرد. بعد از مطلب و تفسیرش آشنا کرد. بعد از کل زندگی خدا، کل زندگیش مکمل عمل کرد بالای کی؟ قرآن کریم. زندگی 23 ساله پیغمبر چی شد؟ تشریح عملی قرآن کریم. اجگاه سخن پیغمبر، عمل پیغمبر تصادم با کتاب الله نداره. پس او کتابای اصولی که نوشته میکنه که اینجا آیت و حدیث در ټکر است، صحیح نمیگه. چرا صحیح نمیگه؟ مخالفی آیت قرآن میگه و انزلنا الیک الذکر، ما فرستادیم بالای توی پیغمبر اسلام قرآن کریمه. چرا فرستادیم؟ که گپی تو قطع قرآن در ټکر شوه؟ نه، لتبین للناس، که تو واضح بسازی برای مردم ما او مطلب نزل الیهم که برشان فرستاده شده. قرآن گفت که فقرؤا ما تیسر من القرآن، بخوانی آن چیزی که آسان است در قرآن در نمازایتان. رسول الله آمد برای ما تشریح کرد که آن چیزی که آسان است و بدون از بعد نماز نشوه. لا صلاة الا بفاتحه الکتاب، هیچ نماز بغیر از الحمدلله نمیشه. تشریح کرد برای ما. چرا در ټکر واقع میکنی؟ رسول الله که پیش چرا قطع قرآن در ټکر شوه؟ ها؟ آلی کتابای اصول باز میخوانی. یک کتاب به نام اصول شاشی یاد میشه. اونجا کی بره؟ اونجا کی بره؟ میگه خاص کتاب الله است. اگر شوهر در مرتبه سیوم طلاق داد، باز لا یحل له حتی تنکح زوجا غیره، برش حلال نمیشه این زن تا که نکاح کنه و زن امرای شوهر چی دیگه. از این معلوم میشه که نسبت نکاح برای کی شده؟ برای زن مستقل شده بدون اذن ولی. اوه این یقینی است در کتاب الله ذکر شده. حدیث پیغمبر میگه ایما امرأت نکحت نفسها بغیر اذن ولیها، هر زنی که به نکاح بده نفس خدا بدون اجازه و اولیاء، فنکاحها باطل باطل باطل. رسول الله میگه باطل است. اصول شاشی میگه تصادم آمد، خبر واحد زنیست، آیت قرآن قطعی است. آلی تقابلا نمیتونه، برو بخیر حدیث از بین برو. از خاطر آلی شینگری که دختر میره بگه در مذهب حنفی نکاحش درست میگه. رسول الله میگه این زناست. گپی رسول الله رو طرف پرتی میانه که بگیریم شه و تشریح میکنه. الله متعال اشاره میکنه که بله اینجا رعایت دختر و ولی اردوی شوه. ام دختر اختیار داشته باشه، ام ولی. دخترم مستقل نباشه که هر کس خوشش آمد، بیچارگک تجربه نداره، دو دانه بچگکی بگه بچگکی فاسق پیدا میشه، ایره فریب میده، زندگیش تبا میکنه. پدر و مادر تجربه قوی داره، زندگی را تیر کرده، زن شوهری را تیر کرده، با مشوره از ما باید نکاح شود. خو لیکن دختر هم بیخی بی اختیار نمیسازیم، پدر و مادر سنگی پلخمان جور نکنه شه که در فرا همینطور قلاچ کنه شه در فرا، اینجا بری خود کاستر بگیره زندگی خود جور کنه بچایش. دختر که هرچی میشه اوتوری هم نکنه. دختر اختیار داره، لیکن رضامندی والدین شرط است. ام سری قرآن عمل میشه، ام سری حدیث. آسان گپ است. چرا ما این کارا نمیکنیم؟ ما میگیم که بعض یک کم نکات براتون بگیم که در ذهنتان باشه.
که رسول الله شرح قرآن میکنه. اینجا همونطور است، هر پیغمبر همینطور است. حکمت حدیثی پیغمبر میگه، حدیثی پیغمبر زندگی عملی کی را میگه؟ پیغمبره. او در حقیقت شرح وحی الله را میکنه. کل زندگی رسول الله شرح قرآن کریم است. بیا دیگه آیت برای چی کرد؟ وقتی که رسول الله معلم شد برای صحابه، تعلیم کتاب الله، تلاوت کتاب الله و فهم کتاب الله، ای چی شد؟ علم. ای تعلیم شد. نصاب علم چی شد خیر؟ قرآن بگوی و حدیث. نصاب علم کیست؟ قرآن. معلمش کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله معلم است. نصاب کتاب الله و سنت رسول الله. وقتی که پیغمبر علیه السلام مکلف شد که احکامی کتاب با امت خود بیان کنه، برسانه، رسول الله مبلغ شد. چی شد؟ تبلیغ. آل نصاب تبلیغ چی شد؟ قرآن. نصاب تبلیغ فضایل اعمال نیست، کتابی که مولانا زکریا صاحب الله برش مغفرت کنه جور کرده شه، او نصاب تبلیغ نیست، خطا میشی. نصاب تبلیغ چیست؟ قرآنو. خب تزکیه حاصل میشه زمانی که قرآن تلاوت شوه، مطلب فهمیده شوه، بعد از او سرش عمل شوه. اینی مراحل طی کردن، تلاوت، فهم معنا، عملی کردن، چی حاصل میشه؟ پس مزکی و پیری بزرگ کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم. نصاب تزکیه چیست؟ قرآنو. آل پیر صاحبا که میگه که نه ما این مردم چی میکنیم؟ تزکیه میکنیم. وی شما از تصوف منکر هستی؟ تزکیه است. ما از تزکیه منکر نیستیم، نامیشه تصوف نمیمانیم، تصوف در دین ما نامده، تزکیه میمانیم. خود تزکیه نصاب داره قرآنو. او تو پیر صاحب ما دیدیم که یک روزم مدرسه نخوانده ای، یک آیت ترجمه نمیتونی، یک حدیث تشریح نمیتونی، از او خاطر تزکیه نمیتونی. دروغ میگی. چرا نصاب تزکیه قرآن حدیث است؟ خب وقتی که ما انسانیت خود تکمیل میکنیم در درجه کمال میرسانیم خدا، باید درجه کمال به 3 چیز حاصل میشه. تزکیه. این تزکیه 3 چیز است. پاکی در عقیده، صفایی و سالم بودن در کجا؟ توسط کی حاصل شده بود؟ قرآن و حدیث. آلی درستی عمل، عملم کی صحیح شده بود؟ نصابش کی بود؟ قرآن و اخلاقم صحیح باشه، نصابش کی بود؟ خلاص. تزکیه میخوایی؟ از کی میخوایی؟ کسی که قرآن حدیثه برات تلاوت میکنه، بگه مطلبش بیان میکنه، در زندگی قطعی عملی میکنه، اینی را تزکیه میگه. اینی را تزکیه میگه. استازا 3 قسم میباشه. یک استاز، و استاز از شاگرد خود فقط الفاظ نشان میده به شاگرد خود، پشتی مطلبی از او نمیگرده که آدم مطلبم بدانه یا نه. مثل که حالی حافظا در مدرسه حفظ میره، مدرسه حفظ فقط لفظش صحیح میکنه، میگه ریره اینی طور بخوان و لام اینی طور بخوان، باریک و لوکیش خوانده برو، دقیقی مطلبش نمی باشه. دوم استازی طور می باشه که هم لفظ برش نشان میده، هم معنا را کم کم برش نشان میده که اینی مطلب قطعش است. سوم استازی طور است که شاگردی خود مطلب نشان میده که خود قطعی یک جای میکنه، میگه بیا که نماز بخوانیم، بیا که اینجا بریم اینی کارا بکنیم، بیا که اینجا بریم اینی کارا بکنیم. مکمل در عمل او را قطعی خود چی میسازه؟ ملازم میسازه. او خوی بوی حرکت استاز مکمل میگیره. بگوی وقتی کی طور شد این درجه کامل است. تزکیه وقتی میه که انسان ملازم کسی باشه که قرآن حدیث رابطه داره، قطعی قرآن حدیث رابطه داشته باشه و مطلبش بفهمه و بعد از او جنبه عملی داشته باشه که تو اونمو حرکات قرآن حدیث در زندگیش میبینی، از او خاطر تو دنبالش روان هستی، از او خاطر تو دنبالش روان هستی. ابراهیم علیه السلام دعا کرده بود، دعایش قبول شده بود، از همون خاطر پیغمبر علیه السلام در یک حدیث میگه انا چیسته؟ بشارت عیسی و انا دعوت ابراهیم و بشارت عیسی علیه السلام. ما ثمره دعای ابراهیم علیه السلام و خوشخبری دادن کی؟ عیسی علیه السلام هستم. دعای ابراهیم علیه السلام الله قبول کرد، پیغمبر روان کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم. و او واقعا امی پروگرامی
که از طرف الله تعیین شده به وجه درست و اکملش چی کرد؟ تمام کرد. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کیست که اعراض بکنه روی بگردانه عن ملت ابراهیم، از ملت ابراهیم علیه السلام، روش ابراهیم علیه السلام که یک تیکه دینی، یک تاپرستی مکمل تسلیم شدن به الله متعال است، هیچ نوع شرک، خرافات، آلودگی درش وجود نداره. کیست که رو بگردانه از ملت ابراهیم علیه السلام؟ هیچ کسی نیست الا مگر او کسی است، من او کسی است صفیه که در بیعقلی زده نفسه و نفس خود در بیعقلی میزنه. اگر نفس خود در بیعقلی نزنه حتما ابراهیم علیه السلام الگو مقرر میکنه. ولقد اصطفیناه فی الدنیا، پس ابراهیم علیه السلام مقتدا شد، مقتدایی که الله تایید کرده. الله میگه کیست که اعراض بکنه، یعنی هیچ کس هم نیست مگر او کسی که نعوذ بالله احمق باشه، احمق می باشه. چطور شده میتونه شخصیت ابراهیم علیه السلام واره که تزکیه‌اش از جانب الله شده باشه، در میدان علمی و عملی در درجه کمال رسیده باشه و مکمل تثبیت شده باشه، تزکیه‌اش از جانب الله شده باشه، او دنبال روی را بگذاریم، آلی دنبال دیگه کسا برویم. او دیگه کسا که تضمین نشده برای ما دیگه طرف کن، بابا و اجداد دیگه ابراهیم علیه السلام واری اب دیگه پیدا نمیشه. ولقد اصطفیناه، یقینا ما برگزیدیم ابراهیم علیه السلام فی الدنیا، در دنیا برگزیدیم. چرا برگزیدیم برای قیام دعوت، برای نشر دعوت، برای قربانی دادن دعوت، برای استقامت در راه دعوت. بالکل این کلی از زیر الله برگزیده، کمال از خود ابراهیم علیه السلام نیست. الله متعال توفیق داده به ابراهیم علیه السلام که آواز توحید الله را بلند کنه، بعد از او را تقسیم کنه، بعد از او را دفاع کنه، بعد از او را ثمرش و نتیجهش ارزیابی بکنه. ابراهیم علیه السلام همون شخصیت است. در دنیا هم الله برگزیده شه برای مختار ساختن یک دین، یک مرکز باشه که یک کسی رجوع بکنه. و انه فی الاخرة، و یقینا ابراهیم علیه السلام در آخرت لمن الصالحین، یقینا از جمله کسایی هستند که سردار صالح هاست، سرلشکر صالح هاست. پیروی از شخصیت میشه که بعد از مرگ شام تو مطمئن استی که براستی به درستی وفات کرده. از او خاطر در یک حدیث ابن مسعود رضی الله عنه خود میفرماید، و حدیث اینطور میگه شما پشت او کسای اقتدا بکنی که وفات کرده. چرا کسی که زنده است تا آلی را معلوم نیست که آدم آیندهش درست است، در راه مستقیم باقی باندن میتونه یا نه. منظوری عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه پیروی از روش کیست؟ صحابه کرام. چرا که از دنیا رفتن استقامتشان معلوم شده. اینجا ابراهیم علیه السلام شخصیتی است که از دنیا به استقامت رفته، از او خاطر در آخرت هم الله ای را برگزیده. چی میگه؟ و انه فی الاخرة، یقینا ابراهیم علیه السلام در آخرت لمن الصالحین، از جمله کسانی هستند که سردار صالح است، در فهرست صالحات در لمبر اول قرار داره. مراد صالح کی است؟ صالح او طور اشخاصی را میگه که ابراهیم علیه السلام هم در لیستی از وا داخل است. صالح کی را میگه؟ کسی که رعایت حق الله و مخلوق الله را میکنه، هم حق الله را رعایت کرده باشه، هم حق مخلوق الله را. این را صالح میگه. دوم تفسیر، صالح کسی را میگه که هر عملش خالص برای الله و هر عملش موافق نقشی کی باشه؟ رسول الله باشه. از این آیت بر ما واضح شد که اصل امام برای مقتدا جور کردن ابراهیم علیه السلام است، ولو که در هر وقت باشه. چرا؟ امامت از او در اصول دین است، در احیا و زنده کردن توحید الله متعال است. توحید الله را زنده کرده، خدمت کرده. اذ قال له ربه اسلم، نشان میده که چرا این قدر کمالات داره الله متعال در دنیا هم در آخرتی را این قدر کمال داده. جوابی طور است، اذ قال له ربه اسلم، زمانی که برش میگه الله متعال تسلیم شد. قال، می فرمایا ابراهیم علیه السلام اسلم تو تسلیم شدیم لرب العالمین، برای او ذاتی که کل کائنات در زیر تصرف اختیارش است
مالکش است، تسلیم شده برای او، مکمل تسلیم شده. ابراهیم علیه السلام تفکر کرده، میبینه آفتاب، محتاب، ابر، باد، باران کلش محکوم هستن، محکوم به اراده خود نیستن، از طرف دیگه ذات داره میشه. امو ذات کدام ذات است؟ الله جل جلاله. ابراهیم علیه السلام فهمید همه کائنات زیر اراده و فرمان ذات دیگه است، امو ذات قابل پرستش است. پیدا کردن الله متعال است. از او خاطر میگه چطوری طور الله را آدم اله بکنه، روی بیاره به جاهای دیگه، نعوذ بالله، معبودای دیگر را برای خود انتخاب کنه برای سرنوشتسازی زندگیش، برای ضرر و نفع زندگیش. این چقدر بدبختی است. ابراهیم علیه السلام درک کرده بود، از او خاطر شروع کرد به مبارزه. از خانه شروع کرد پدر تا که در قوم میرسه، تا که دولت خبر میشه، اینی کارا را سشت کرده رایسته. ابراهیم علیه السلام در کل امتحانات استقامت اختیار کرده استاد است، بالکل جوابگو است. آلی کارنامه ابراهیم علیه السلام برای ما میگه که قطع از او چی غم خیلی زیاد بود، اندیشه و فکر چی را خیلی زیاد داشت. الله برای ما میگه و وصوا بها ابراهیم و بنی، توصیه کرد بینمی کلمه توحید الله یا کلمه تسلیمی به الله ابراهیم علیه السلام اولادش و یعقوب علیه السلام. یا بنی یعقوب علیه السلام هم توصیه ابراهیم علیه السلام قد خود یک جا کرد، گفت ای اولادی ما، ان الله یقینا الله متعال استفاکم برگزید شما را. چی استفا لکم؟ ان الله یقینا الله استفا برگزید لکم برای شما الدین نظام اسلام، فلا تموتن نمیری شما الا وانتم مسلمون مگر در حالی که شما مسلمان باشید. مسئولیت اولاد نه تنها در زندگی بلکه بعد از مرگ هم سری پدر و مادر هست. غمخوری اولاد، ولو که خودت وفات هم میکنی لیکن بازم غمخوری اولاد در ذهنت باشه. غمخوری دو قسم است، یکی در مسائل زندگی دنیا، ما برای آماده ساختن و برابر ساختن وسایل دنیا سهولت اولادای خود بسیار کوشش میکنیم که اولاد ما درست شود. در دنیا ای را مراقبت بکنیم، بی از مسئولیت هر کس است. اگر کسی اولاد خدا مراقبت نمیکنه، اصلاح نمیکنه، نماز سرش نمیخونه، ریشه سرش نمیمانه، توصیه ها برش نمیکنه، در تمام گناه های اولاد تو شریک میباشی پدر با خبر. لیکن تن از دنیا را غمیشه بخورن نه، بلکه در صدد غم خوردن آخرت هم باشه. از او خاطر از کدام ناحیه تشویش داره ابراهیم علیه السلام و یعقوب علیه السلام؟ از ناحیه ازی که قوم پرستی باز زیاد نشه، بعد از مرگ مراقبت اولاد داشته باشی. چرا؟ پیغمبر علیه السلام میگه اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. کدام است؟ علم ینتفع به او صدقه جاریه او ولد صالح یدعو له. انسان که وفات میکنه هر چیز قطع میشه، سه چیز باقی میمانه. علمی که از اون نفع برده، کتاب تصنیف کرده، شاگرد تربیت کرده، مدرسه را آباد کرده، سلسله روان است، این علم نافع میگه. صدقه جاریه، یک آدم مسجد جور کرده خودش نیست، مسجد نماز خوانده میره. یک آدم مدرسه جور کرده خودش نیست، مردم درس خوانده میره. یک آدم دارالایتام جور کرده، دو جایتام تربیه میشه، خودش نیست، وفات کرده، لیکن ثواب در پشت سر آمده رایست. یا اولاد صالح که دعا برش بکنه، در اولاد صالح دعا برش بکنه. از او خاطر تو اگر میخوایی که بعد از مرگم ما سهم در دنیا داشته باشم، اولادت درست تربیه کن، غم عقیدی از او را بخور. چرا که ولد صالحین گفته، صالح و اولاد میگه که بیشتر گفتم حق الله و حق بندگان الله را لحاظ میکنه. صالح و اولاد میگه که هر عمل خالص برای الله با نقشه کی رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میده. از او خاطر به این خاطر که تشویش رفع شود وصیت میکنه، نه تنها ابراهیم علیه السلام بلکه یعقوب علیه السلام نواسیش هم به اولادای خود. و وصوا بها، ای وصیت کرد بها بینمی کلمه
ابراهیم علیه السلام بنی اولادای خدا و یعقوب علیه السلام یا بنی ای اولادای من ان الله یقینا الله متعال اصطفى لكم برگزیده برای شما الدین نظام جامع و مانع را، نظامی که شما تمام نیکبختی هایتان تضمین شده باشه. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نمیره شما الا مگر وانتم مسلمون، شما تسلیم باشه به الله متعال. در وصف انسان است که نمیره، نمردن در وصف انسان است. مرگ ناگهان می آدم میموره. منظور چیسته؟ اولادای مسلسل در کل شعبه های زندگیتان، در کل ساعت های عمرتان مکمل پابندی دین باشه. مکمل در یک پرزم خلاف دین کار انجام ندی. چرا؟ به خاطری که مرگ در یک لحظه از عمرت خامخواه آمده نیست و تو در هر لحظه تابع دین استی. دیگه مرگ در حالتی میاد که تو چیستی؟ تابع دین استی، مسلمان استی. ایره میگه غمخوری، از نگاه دین میگه. وصیت میکنه، وصیت امری تاکیدی را میگه. مرده که وفات میکنه از او کده که خیلی مهم گپ نیست، امور به یک نفر میگه، وصیت میکنه. این جمع این گپ تاکیدی بود. برای ما درس شد که ابراهیم علیه السلام اولادش یعقوب علیه السلام که بچه اسحاق علیه السلام است، او هم برنامه پدر اینمی قسم پیش داشت و با اولاد خود امیر رقم نصیحت کرده. شما بگوی ملا امام همچون نصیحت ها را به اولادا کرده که بچه مینی رقم زندگی بکو. از ما میگه وقتی که ببینم میگه بچه سر به کسی پایین نکدیم، خب خطی هر کس که در جنگ شده بزنیشه نمانیشه، نمیگه که چه قسم زندگی بکنه. حالی پدر خود یاد نداره توصیه را برای اولاد از چی بکنه. توصیه خود وقتی بشه که چیزی خود داشته باشه. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، رد میکنه بالا یهود میگفتن نعوذ بالله ما که عزیر ابن الله میگیم یا شرک میکنیم، میرا الله بر ما گفته، الله بر ما گفته. نه، ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام توصیه کرده ما اولادی یعقوب علیه السلام هستیم، از او بر ما باقی مانده. ام کنتم شهداء، الله سرش رد میکنه. آیا شما بودی حاضر از حضر یعقوب الموت، در آن وقتی که حاضر شد به یعقوب علیه السلام مرگ؟ مراد از مرگی اسباب مرگ است، یعنی اسباب قربت مرگ برش آمد. از قال لبنیه، در آن وقتی که گفت برای اولادی خود بچای خود ما تعبدون من بعدی، چی چیزای عبادت میکنه پس از ما؟ قالو گفتن اولادایش نعبد الهک، عبادت میکنیم معبودی تو را و اله آبایک، معبودی پدرای تو را. اینطور نیست که هر دوش معبودای جداگان است. از او خاطر میگه ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله یا معبودی ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام چند معبود است؟ نه، اله واحدا کلش یک الله است و نحن له مسلمون، ما خاص برای الله متعال تسلیم شوینده هستیم. ادعایتان باطل است. یعقوب علیه السلام در وقت مرگ کدام چیزی را که اولادای خود تاکید کرده، او چیز منافات به او چیزی داره که شما خیلی او در او مبتلا هستی. بزرگترین چیزی را که یعقوب علیه السلام در وقت مرگ خود توصیه کرده باقی ماندن اولادایش در عقیده توحید الله، در عقیده یکتا پرستی الله است. غمی از این ناحیه غم داشته که مبادا نعوذ بالله شرک بیاید. چرا که از ابراهیم علیه السلام که کدام دین باقی مانده بود، مردم بعضی تحریفات و تغییرات درش کرده بود، یعقوب علیه السلام معلومات داشت، از او خاطر تعهد از اولادای خود می گرفت و در اینجا در ضمن شرط بالای یهودام شد، به خاطری که الله متعال در اولادی یعقوب علیه السلام طور طایفه را پیدا میکنه که او موحد باشه، قطعا عقیده توحید و یکتا پرستی دو باشه. دیگه ادعا میکردن که بله ما اگرچه خودی ما خیلی ناقص هستیم، گناهگار هستیم، لیکن کلانای ما مردمای خوب تیر شده، ما بچهای از و نواسای از و هستیم، الله متعال ما را میبخشه. الله متعال برای رد این کلامشان که شما اینطور نگوی که ما فلان کس از ما خیلی مقام مرتبه و منزلت داره، مقام منزلت و مرتبه کسی سبب نجاتی تو شده نمیتونه. پیغمبر علیه السلام فاطمه رضی الله عنها را میگه که یه دخترم
آن چیزی از طرف الله مامور شده رو انجام بده. من از طرف الله بری تو خالق نفع ضرر نیستم، مالک نفع ضرر برات نیستم. تلک امتونی جماعتی که شما میگی که پدرای ما بود، نیاکانی ما بود، این نیاکان شما، بله تلک امتونی یک جماعتی است قد خلت که یقین پیش تیر شده، لها ما کسبت برای جماعت نتیجه و عملش است کسبت که انجام داده. کدام کاری نیک کرد الله پاداش برش میده. ولکم برای شما ما او چیزی است کسبتم که شما کسب کردی، یعنی کدام گناه را که کردی برایتان بالایتان میاد. ولا تسألون عما كانوا يعملون، سوال کردن نمیشه از آن چیزی که یا عمل میکنه. دیگه او طایفه عمل انجام داده برای خود، عمل از او سبب نجات شما شدن نمیتونه. است که او شخصیت بزرگا بوده، اما هر کس از عمل خود پرسان میشه و از عمل خود در مورد چیست نتیجه میگیره که چه قسم عمل انجام داده. الله متعال اینمی فکر انحصار طلبی و نعوذ بالله تبعیض ایره از بین برد. گفت تو جماعت رفته سیسته، مردمان نیک بوده، شما به خود مردم هستی، حساب و کتاب و داد و گرفتتان علایده است. سرنوشت شما از عمل خودتان تعیین میشه، نه از عمل نیاکانتان. آیت‌های قرآن کریم چی درس ها بر ما داد؟ اولاد یکی از جمله مسئولیت های پدر و مادر تربیه اولاد است، یک نعمت بزرگ الله است. همیشه چیزی مؤثر برای اصلاح اولاد، اول چیزی که قرآن برای ما درس داد مسئله دعا بود. از این خاطر پدر و مادر به اولادای خود بد دعاها نکنه. چرا؟ به خاطری که دعای پدر و مادر برای اولاد بسیار مؤثر تمام میشه، خیلی زیاد. اول دلسوزی بالای اولاد همیسته که ولو او گستاخی هم کرده باشه تو برش دعا بکو، بد دعا نکو. یک موضوع اول. دوم غمخوری از ناحیه دین، که آیا اولادم به دین چی است ملبس است یا نیست. بالکل لحاظ دینی از یاره بکنی که این مردم دین برای خود ضروری کنه. یعنی سوم چیزی که بسیار باید غمخوری شه عقیده توحید الله بود. از او خاطر حکم تاکیدی و محکمه یعقوب علیه السلام از اولاد خود گرفت. اولادای ما واری نبود. زمانی که برش گفته میشه که شما که بعد از من چی را عبادت میکنه، قالوا نعبد الهک و اله آبائک، ما عبادت میکنیم معبودی تو را و معبودی پدرای تو را، پدرای تو ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، اسحاق علیه السلام، و جدا جدا معبودا نبود، اله واحدا یک الله. بنیاد این همی رقم گذاشته شده که یک تا پرست باشه. از او خاطر باید امو احتمامش خیلی زیاد شود، توحید احتمامش خیلی زیاد شود. اولادام تابعدار بود، درک کرده بود ضمیری پدری خود که پدر چی چیز خوش داره، توحید خوش داره. از او خاطر پس جواب توحید داده و او خودم امو طرز و طریقه زندگی رم یعقوب علیه السلام نشان میده که نمیره مگر در حالی که مسلمان باشه. یعنی در کل شعبات زندگیتان اسلام عملی بکنه که در هر لحظه و شعبه مرگ سرطان فرا برسه شما در راه کی باشه؟ الله متعال باشه. تلک امتونی جماعتی است قد خلت که پیش تیر شده، لها برای جماعت ما او عملی است، نتیجه و عمل است کسبت که خود انجام داده، ولکم برای شما ما نتیجه عمل است کسبتم که شما انجام داده. ولا تسألون، سوال کردن همیشه از شما، عما کانوا یعملون، از آن چیزی که یا خود عمل میکنن. خب الله متعال خوی پندار یا مفکوری غلط یهود رد میکنه. چرا رد میکنه؟ که وا اتکا به اعمال نیاکان و آبا و اجداد خود کرده بود که وا عمل میکنه، از او خاطر ما ضرورت نداریم. آیا همونطور است؟ نه. الله متعال در بیان کردن ای آیت قاعده عمومی را ذکر کرد که هر کس نتیجه عمل خود میگیره، خوب یا بد، و در مورد دیگر از تو سوال نمیشه و از تو در مورد دیگر سوال نمیشه.
از در مورد دیگر از تو سوال نمیشه که چرا یا فلان جای هستن، و در مورد ازی که کدام اعمال که طایفه سابق انجام داده از تو در موردش سوال نمیشه، خوب باشه یا خراب باشه، اعمالشان است الله متعال پاداششان میده. اما در مورد اعمال شما از وا پرسان نمیشه که چرا یا چه قسم عمل کرده. شما در اعمال از وا ننازی، دلبستگی به اعمال دیگران نکنی، خود عمل بکنی. اینجا دعوت به خود عملی است، یعنی انسان اتکا با آبا و اجداد و خوبی و صلاحیت از وا نکنه که برو وا خوب بودن الله مرا بخشش میکنه. نه، تو مکلف هستی که عمل خودت خود انجام بدی و ثمرش خودت بگیری. و قالوا كونوا هودا او نصارا، گفتن که شما شوی یهود، او نصارا، نصارا گفتن شما شوی نصارا، تهتدوا راهیاب میشه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام بل ملت ابراهیم حنیفا، بلکه ما تابعداری میکنیم از ملت ابراهیم علیه السلام، در حالی که مایل به سوی حق بود، از هر قسم امر باطل، از هر قسم امر باطل مایل به سوی حق بود. و ما کان من المشرکین، نبود ابراهیم علیه السلام از مشرکین. شعار بزرگش همین بود. یهود دعوت میدادن که یهودی شوی، نصارا دعوت میدادن که نصارا شوی. چرا؟ به خاطر که هدایت یافته شوی. الله متعال رد میکنه که دعوتی از یا بجای نیست، یا که کدام دعوت میکنه این درست نیست. چرا؟ به خاطر که دعوت به این نظام و آیین و دین میشه که در او خرافات نباشه، در او شرک نباشه، او پاسخگوی نیازهای امو مردم باشه و واقعا تضمین رسیدن به درجه کمالات کرده باشه. یهودیت هم اونطور دین نیست، نصرانیت هم. چرا؟ یهودیت اگرچه از اصلی سرچشمش دین آسمانی برای هدایت بشر بالکل کامل بود در زمانش، اما با دست زدن علما در کتابای خود گپایی را اضافه کرده که اصلی دین بالکل شناخته نمیشه. انجیل توسط شاگردای عیسی علیه السلام با 4 انجیل تقسیم شده، حقیقت امر شناخته نمیشه. این کتابا یا دعوت شما انسان در هدایت نمیکشانه. چرا که در هدایت کشاندن این وسیله کار داره، او این وسیله امرای شما موجود نیست بلکه خلاف است. پس دعوت به سوی یهودیت به سوی انحراف است، دعوت به سوی انجیل دعوت به سوی انحراف است. چرا؟ به خاطر که تورات و انجیل این اردویش به امن باقی نمانده، دست خورده شده. از او خاطر شریک شدن با شما سبب هدایت انسان نیست، بلکه سبب هدایت دیگه چیز میشه. او سبب هدایت کدام است؟ که تابعداری ملت ابراهیم علیه السلام ما بکنیم، با نقش و قدم و با ضمیری که آدم حرکت بکنه با نقش و قدم ابراهیم علیه السلام. از او خاطر در اینجا بل نتبع ملت ابراهیم، بلکه ما تابعداری ملت ابراهیم میکنیم که حنیف است. آلی وقتی دعوا میکنیم که ما به یک سرحد برسیم، ضرورت داریم به این که ملت ابراهیم علیه السلام اختیار کنیم، نشوه که از ملت ابراهیم دیگه طرف بریم. شعار بزرگ ملت ابراهیم علیه السلام کدام است؟ حنیف بودن، مکمل به سوی حق مایل از هر نوع باطل. خلاصه سخن در قلب ابراهیم علیه السلام به جز از الله دیگه چیز وجود نداره. اینالی راهیابی اینمی وقت حاصل بشه که ما با ملت ابراهیم علیه السلام باشیم. و علامه بزرگ شما کان من المشرکین نبود، از جمله مشرکا. پس شما خو امیال مشرک هستی، شما یهود و عزیر علیه السلام بچه الله میگه، شما نصارا عیسی علیه السلام بچه الله میگه. اونجا شما شرک میکنی، حالان که شعار بزرگ نشدن شعار بزرگ حنیف شدن یا ملت ابراهیمی شدن اینه مثل که تو شرک نداشته باشی. از آیات قرآن کریم برای ما واضح میشه که اهتمام توحید و یکتاپرستی الله متعال از طرف ابراهیم علیه السلام و اولادش خیلی زیاد بوده و حتی در مورد اولاد خود بعد از مرگ امی توصیه را میکردن که و بعد کدام را تعقیب بکنه. بعد از الله متعال مهر صحت سری گپ گذاشت به مؤمنا، اینطور تلقین شد که اگر شما را دعوت به یهودیت نصرانیت میکنه شما نپذیرید، چرا که و ناقص هستند، تمامی گپا برای شما نرسیده، تحریف در کتابایشان شده، بلکه بگوی که ملت ابراهیم حنیفا،
ما تابع ملت ابراهیم علیه السلام هستیم در حالی که حنیف است و از هر قسم بگه ناحق و باطل مایل است به سوی حق. اینمی تابعداری ضروری است. اینجا برای ما واضح شد که ما چقدر دقیق باشیم در پیروی یکتاپرستی الله و چقدر از شرک باید حراسی داشته باشیم که ما در شرک واقع نشویم. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. خب بگویی که ما ایمان آوردیم به الله، به آن چیزی که نازل کرده شده الینا به سوی ما، و ما انزل به آن چیزی که نازل کرده شده الی ابراهیم به ابراهیم علیه السلام و اسماعیل به اسماعیل علیه السلام و اسحاق به اسحاق علیه السلام و یعقوب به یعقوب علیه السلام و الاسباط به اولاد یعقوب علیه السلام نواسایش، و ما اوتی آن چیزی که داده شده موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام، و ما اوتی النبیون آن چیزی که داده شده به پیغمبران علیهم السلام من ربهم از جانب پروردگارشان، لا نفرق بین احد منهم جدایی نمیاریم در بین هیچ کدام از یا، و نحن له مسلمون ما خاص برای الله تسلیم شویم دستیم. الله رد میکنه بالای فکر دیگه یهود و نصارا و اینطور وانمود کرده بودن که موسی و عیسی علیه السلام با هم تضاد داره، برنامه‌اش تضاد داره، مکتبش تضاد داره، اندیشه و فکرشان با هم مخالفت داره. آمدن پیغمبر علیه السلام خب بسیار مخالفت ها با سابقه داره. الله متعال برای پنداری باطل از یا این آیت روان کرد، اشاره کرد که نقطه مشترک انبیاء علیهم السلام موجود است. کدام است؟ از جانب الله آمدن، همگی از جانب الله متعال آمده. دوم، کدام نظامی که الله تعیین کرده برای اصلاح امی طایفه ها و کلش پوره بوده، بجای بوده، باید چیسته دمو محلش جا بجا شوه. چرا تقسیمات شده الحمدلله چی کتابای الله متعال که تقسیم شده برای پیاده کردن یا بیان کردن نظام الله، کلش در مسئله توحید و یکتاپرستی بالکل مشترک بوده، هیچ تفاوت و تفریقه در بین وجود نداشته. از او خاطر الله متعال در اینجا سریعی پندار دیگه از یا که فکر میکنن پیغمبرها بین خود در تضاد باشه، از او خاطر الله متعال چیسته این رد بالا از یا میکنه. بلکه نه تنها انبیاء علیهم السلام که کلگی آمده برای هدایت بشر آمده و در صدد راهیابی هستند، در صدد عزیز که ما چه قسم عمل سر اسلام بکنیم. لا نفرق بین احد منهم ما جدایی نمیاریم در بین هیچ کدامی از یا، و نحن له مسلمون ما خاص برای الله تسلیم شوینده هستیم. اینجا این صفتا را به جز از امت پیغمبر علیه السلام دیگه امتا نداره. چرا؟ به خاطر ازی که دیگه امتا یک پیغمبر را قبول کرده دیگر را نکرده و اینطور وانمود کرده که نه، اصل دین منحصر دماسته. اگر نقشه را ما میدیم اونمود دین شده میتونه و کامیاب میشه، اگر دیگه کس نقشه میده نه. حالا که اونطور نیسته، بلکه انبیاء علیهم السلام از جانب الله آمده، به امرای وحی آمده که سبب نجات بشر است، یعنی ذریعه نجات الله مقرر کرده ذریعه برای نجات بشر. و مؤمن به کار است که ایمان امی قسم تفسیری داشته باشه، ایمان به الله، ایمان به کتابای الله، ایمان به پیغمبران الله، ایمان به ملائک در اینجا ذکر نشده به خاطری که پشت سر در آخر سوره بقره ذکر میشه، لیکن اینجا ایمان به الله شامل ایمان به ملائکه هم است. لا نفرق بین احد منهم جدایی نمیاریم در بین هیچ کدام از یا، و نحن له مسلمون ما خاص به الله تسلیم هستیم. برنامه ما به محور تسلیمی به الله چرخ میخوره. الله اگر موسی علیه السلام روان کرده پیغمبر، ما او را قبول داریم. عیسی علیه السلام روان کرده قبول داریم. پیغمبر روان کرده قبول داریم. تورات روان کرده قبول، انجیل روان کرده قبول، قرآن روان کرده قبول. محور ما تسلیمی به الله است. فقط میبینیم که الله چی گفته و چی کرده، اونمو معیار برای ماست. اما شما اونطور نمیکنید، معیار پیش شما روان کردن الله متعال نیست، بلکه شما جدایی قائل هستی. میگی اگر موسی علیه السلام یک گپ گفته بیان کرده قابل قبول است، اگر عیسی و محمد علیه السلام گفته قابل قبول نیست. نصارا میگفتن کدام سخن که عیسی علیه السلام گفته قابل قبول است، اگر محمد رسول الله و موسی علیه السلام گفته این قابل قبول نیست. الله متعال این فکری که سبب تبعیض در بین شریعت‌های پیغمبران میشه، دین پیغمبران میشه، این فکر از بین برد و معرفی کرد که انبیاء علیهم السلام از یک مکتب فارغ است، از جانب یک الله روان شده، یک برنامه داره. در اینجا رد میشه بالای او کسا. کدام کسا؟
اگر حدیث امام ابو حنیفه رحمه الله بگویا ما قبول داریم، لیکن اگر امام شافعی رحمه الله گفته، امام مالک رحمه الله گفته، احمد ابن حنبل رحمه الله گفته، این ما قبول نداریم. اینجا محور شخصیت پرستی است. شخصیت پرستی یا مذهب پرستی که باشه، این محور انسان جدا میکنه، با اعتماد فضای اعتماد هم از بین میره و اشخاص معرفی میشه یکی به ضد دیگه. او ما میگیم که نه، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کلشان شاگردای یک مکتب توحید، شاگردای مکتب سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. هر کدام تلاش کرده مسئله را مطابق سنت رسول الله بکشه بیان کنه. لیکن شما میگیری بگوی محور کتاب الله و سنت رسول الله مقرر نمیکنی یا را جدا معرفی میکنی، هر کدامش علیحده. پیش شما محور شخص است. اگر حدیث امام ابو حنیفه رحمه الله بگویا، مسئله را استنباط امام ابو حنیفه رحمه الله کرده باشه، اگر ولو که خطا باشه او را میپذیرم. اگر مسئله را امام شافعی رحمه الله گفته باشه ولو که ثواب هم باشه، مطابق قرآن و حدیث هم باشه، نمیپذیرم. فرق است بین محورها. الله مثل که یهود و نصارا را در زمان رد میکنه، امروزی فرقه واریته که به محور اشخاص چرخ میخوره یا تنظیم و مذهب چرخ میخوره، ایرم رد میکنه. این آیت مثل که رد صریح بالای پندار است، بالای پندار امروزی ما هم است. الله متعال معرفی میکنه، چرا که کلش از جانب الله است و چیزی که از جانب الله باشه قابل قبول است. ما هر سخن و فقره مسئله را که استوار به قرآن و حدیث باشه به سر و چشم میپذیریم، اگر از احمد باشه، اگر از محمود باشه. اما اگر مسئله استوار به قرآن و حدیث نباشه، ولو که از نگاه که چشم ما باشه، نمیپذیریم. این اصل دین است و ما به این محور حرکت میکنیم مثل که قرآن برای ما بیان کرده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. Oh